صادق‌ترن، چیزی که میخوان روشن‌تر هستش. این هم باز یک نکته مهمیه، یعنی این رو که بدونیم که آن چیزی که وجود داره، اون نرم‌هایی که وجود داره، اون ارزش‌هایی که الان در واقع وجود داره، الزاما قرار نیست سیاست اینها باشه. وای به حال ما، خیلی بدبختیه که ما پذیرفتیم که یه آدم یه حرف شارلاتانی بزنه و هی ادامه بدیم. بعد نیروهای از جانب ما مثلا شورای گذار اینا که میخوان تازه اخلاقی و مثلا دموکراسی نباشن، به این سمت رجوع میکنن، میرن که مثلا با او ائتلاف کنن، او نمیپذیره. خب اینجا شما یه عمل زشت اخلاقی انجام دادی. فکر نکن اگر رفتی به سمت او اعتراف بکنی، مثلا دستتو دراز کردی، حالا طرف نپذیرفته یا تکراری کرده، ولی تو چون دستتو دراز کردی، تو یه آدم خیلی ملوس نازی هستی و تو میخوای همه رو همگرایی داشته باشی و جذب حداکثر. نه، تو همین که به ذهنت رسیده که بری با یک آدم ریاکاری که وضعیتش روشن نیست، به ذهنت رسیده که ائتلاف با این میتونه برای یک آینده دموکراتیک، حقوقی و اخلاقی در ایران مؤثر باشه، راهت با هدفت متناقضه. تو دچار رذیلت اخلاقی شدی. پس از ابتدا اصلا این بحث نباید پیش می آمده. کسانی که دارن با پدر سوخته بازی پیش میرن، با کارهای رسانه‌ای پیش میرن، اینها به طور مشخص ما نسبت بهشون داعیه اخلاقی داریم. این هم گفتم که حیف اینو بگم، به خاطر اینکه این هم نیرومندی بسیار زیادی رو ایجاد میکنه، به خصوص در پیوند ملت‌های غیر فارس، به خاطر اینکه قبل از هر چیزی به هم میتونن خیلی بیشتر اعتماد کنن، میدونن اون حقوق بازی ها کمتر هست. در هر جایی وجود داره، هر جایی نژاد پرست داره، شارلاتان داره، مافیا داره، همیشه بین همه ما هست. اما در کل در صدای سیاسی شما این رو کمتر میبینید. این حس اعتماد بسیار زیادتری رو، پیوند بیشتری رو برقرار میکنه. طبیعتاً فکر میکنم اگر نیروهای مدنی و سیاسی غیر فارس هر چقدر این پیوندشون بیشتر باشه، از ما فارس ها به صورت ایندیویدوال، به صورت منفرد، خارج از نیروهای سیاسیمون که از ما نمایندگی نمی‌کنن، میپیوندیم به چنین اتحادی. ما این رو دیدیم. خیلی ها بودن سر وکالت نوشتن که ما فارس بودن، تهران نشین بودن، نوشتن که ما وکالت میدیم به احزاب کردستان. حالا این یک مدلشه، اما خیلی آمدن اصحایی کردن گفتن که ما تا حالا ملت‌های دیگر ندیده بودیم. ما میپیوندیم. بنابراین در واقع اگر این اتحاد به صورت حلقه‌ای شکل بگیره، اتفاقا نیروهایی که آزادگی دارند، نیروهایی که میخوان خارج از این چارچوب فکر کنن، out of the box فکر کنن، میان میپیوندن. بنابراین این اتحاد اصلا بهتر هستش که به صورت حلقه‌ای و در پیرامون شکل بگیره. داره شکل میگیره. و همین هم یک چیز دیگر، یک فرصت دیگر هم در اختیار ما میگذاره، در اختیار به طور مشخص زنان ما. این که بگن که اگر شما مردان، دقیقا همین رو این روایت رو میگن، اگر شما مردان سیاستی که توی حالا این 1000 سال 2000 سال هر چقدر پیش بردید برای نظم اجتماعی که ایجاد بکنید، به این حقوق بازی ها و کلداشی ها و ریش‌سفیدی ها و شخص محوری ها و اینها رسیده و به این خاطر مهارت هایی رو پیدا کردید که ما اون مهارت ها رو نداریم و به این خاطر وقتی که ما واردش مشارکت سیاسی بشیم، بخوایم حرفمون رو بزنیم، شما یه جوری به ما نگاه میکنین که ناشی هستیم، نمیدونیم، این مهارت ها رو نداریم، اون مهارت هاتون تو سرتون بخوره. ما میخوایم از ابتدا شروع بکنیم با مهارت هایی که از درون خودمون و از اون دیدگاه زنانمون هستش میخوایم بیاریم. میخوایم سیاست رو گونه دیگری تعریف کنیم، نظم اجتماعی رو گونه دیگری تعریف کنیم، ارزش‌های اجتماعی رو گونه دیگری تعریف کنیم و ساختار رو گونه دیگری تعریف کنیم. به نظر من یک فردی که الان برای مثال میگم خواهرم اسما بلوچ نیرو گذاشته آمده اینجوری وسط، چرا تا تش نره؟ چرا دیگران تا تش نرن؟ یعنی اون مدلی که فکر میکنن وقتی که انسان رو محور خودت قرار میدی، وقتی عزت انسان رو محور خودت قرار میدی، سیاست رو هم باید اونجوری تعریف کنی. اشکالی نداره مهارت‌های جامعه پدرسالار رو یاد بگیریم،
به خاطر اینکه میخوایم بازی بکنیم شکستشون بدیم، میخوایم بذاریمش کنار. ولی دلیل نداره که اون مهارت‌ها رو تقلید بکنیم و یا به اونها معیارهای درستی بدیم، اون مهارت‌های سیاسی رو. این آدم‌های سیاسی دست کم در جامعه فارسی زبان ایرانی اینا دارم میگم، این آدم‌های سیاسی که ما داریم می‌بینیم به خصوص در بخش مرکزگرا، انصافا نتیجه و کارنامه عملشون این بوده: یک جا ما مردها باید ریسک بکنیم، عین بانجی جامپینگ، چشمون رو ببندیم، خودمون رو رها کنیم در اون ذهنیت زنانه‌ای که میتونه در واقع به عنوان جایگزین باشه. این هم فرصت استثنائیه، یعنی در واقع انقلاب داره فرصت‌های استثنایی بی‌نظیری رو با ما میده که اون جهش در واقع کل بشر رو در رابطه چند به چند، اون رو هم حتی برای ما به یک تجربه خیلی شتابناکتری تبدیل میکنه. ببخشید باز طولانی شد، ممنونم. درود بر شما، مرسی جناب تهرانی. آراز جان بفرمایید که اختیار شماست. آراز جان صدای منو داری؟ آراز جان صدا رو داری؟ احتمالاً آراز باگ خورده. دکتر فتوحی خیلی خوش اومدید، مرسی که دعوت بنده رو پذیرفتید. البته دستتون بالا نیست، اگه خواستین در بحث مشارکت کنین لطفاً به من بگید که من بتونم. دوستانی هم که مایک دارن خواهش میکنم اگه در بحث نمیخوان شرکت کنن مایک رو پس بدن که ما بتونیم مایک به دیگران هم بدیم. اونایی که میخوان صحبت کنن حتما دستشون رو ببرن بالا که بنده ببینم که بتونیم بهش مایک بدیم. نازا جان خیلی خوش آمدید، بفرمایید. سلام، درود به همه، شب روزتون بخیر. من اومدم بحثای آقای جلالی رو شنیدم، اتفاقا الان یه نقد کوچیکی به هم دیگه بکنیم، چون فکر میکنم دیگه زمانش رسیده که از یه چیزایی بتونیم صحبت کنیم. بحثا خیلی، من از آقای جلالی تجاری خیلی یاد میگیرم، حقیقتا از روز اول که صحبتش میشنوم خیلی یاد میگیرم، ولی فکر کنم به یه مرحله رسیدیم که یه خورده باید فکر کنیم یه خورده تونا رو بیاریم پایین. من چون موافقم به هیچ وقت برق نمی‌کنه، ولی خودمون میذارم جای یه نفری که موافق نباشه، فکر کنم یه خورده فاصله ها رو بیشتر میکنیم. چون وقتی از آقای پهلوی خیلی میشنم که نقد میکنیم، من فکر کنم این نقد آقای پهلوی و اصلا جریان وکالت که هممون فهمیدیم که چقدر اشتباه بوده و چقدر فاصله انداخته، چقدر تفرقه انداختش متاسفانه تو این حرکت انقلابی. یه ترمزی هم بود حقیقتا، و فکر کنم خودشون هم متوجه شدن. از ملت شاید نمیخوام اعتراف بکنن یا وقتش خواهد رسید فکر کنم به مرحله برسن که اعتراف بکنن، ولی با نقد آقای پهلوی و جلیلی فکر کنم خیلی بهشون اهمیت بیشتر بهشون و خیلی بولدش میکنه. چون هر دفعه میام توی اسپیساتون میبینم که خیلی بجاست، ولی خب با تکرر این حرفا فکر نکنم کار به جایی بتونیم ببریم. مثلا تو این فاصله، البته ما جامعه اسپیسی فارسی رو خیلی تعمیم نمیدم به کل جامعه، اصلا ربطی نداره اینجا چه اتفاقاتی بیفته، 50-50 باشیم جامعه همون باشه، اصلا نیست، یا 20% 30% طرفدار داشته باشه، یه نفری همون اتفاق تو جامعه نمیفته. ولی اینو دارم سوال میکنم از خودمون، ما برای رسیدن به اون رویاها، ما برای رسیدن به اون سیستمایی که تصور میکنیم، برای رسیدن به حقوق ملت هامون، برای هر سیستمی، سیستم فدرالیسم که خیلی بحث خیلی قشنگی شد تو این چند روزه و واقعا به همه آموزنده است و خیلی هم جا داره، ولی یه حسی هم هستش که احساس می‌کنم تمام تصمیمات مملکتی ایران آزاد فردا اینجا اتفاق میفته. خودمون احساس می‌کنم یه ادیتایی شدیم که قرار تصمیم بگیریم به جای مردم، که این اشتباه هستش. من سوالم این هستش که آقای جلالی فکر میکنید خودتون رو کجا میبینید تو این انقلاب؟ آیا به عنوان کسی که انقلابی هست میبینید یا وظیفه خودتون به عنوان یک، تا اونجا که اشتباه نکنم مدرس دانشگاه محقق دانشگاهی میبینید که دانستهاتون رو شیر کنید با دوستان و آگاهی رو ببرید بالا؟ و اینکه چون که میبینم دوستانی از اون سیستم مرکزگرایی که واقعا حقیقتا هم بوده و مخالفش هستین، خودتون هم به عنوان فارس معرفی کردین، سازندگی این صحبت ها رو میخوام ببینم، تاثیرگذاریشون رو که چجور میبینید و به کدوم سمت باید رفت، برای اینکه شاید نظرتون باشه که با هر کسی قرار نیست اتحاد بکنیم، ولی خب میبینیم که همه دوستان منتظر هستن که تمام این افرادی که فعال هستن، اکتیویست هستن، یه جا جمع بشن و بالاخره یه جایی برسیم. یه سوالی داشتم، واقعا یه تجزیه تحلیل نزدیک میکنید از این انقلاب؟ واقعا موفق میبینید
و با نقد آقای پهلوی و تمام این مشکلاتی که مرکزگرایی داشته، فکر کنیم تا کجا باید برسیم به این سطح آگاهی برسیم و بگذریم که از جمهوری اسلامی بگذریم. چون می‌دونیم اگه جمهوری اسلامی نگذریم، هیچ کدوم از این اتفاقاتی که آرزوی هممون از تک تکمون هستش بهش نمیرسیم. مرسی از نوشا جان. من خواهش میکنم دوستان، ما چند نفر دیگه هم درخواست مایک دادن، چون مایک ها پر هستن. دوستان که نمیخوان صحبت کنن مایک دارن، خواهش میکنم مایک رو به ما پس بدن که ما بتونیم به این دوستانم مایک بدیم. نوشا جان، ما الان به جناب تهرانی برمیگردیم که جواب سوال شما رو بدن. آراز باگ خیلی شدید داره، اجازه بدیم صحبتاش بکنه. آراز جان میتونی صحبت کنی؟ سربت جان اگر صدای من باشه. صدا داریم. مرسی. اول یه خوش آمد بگم خدمت کاک خالد. حالا من بذارید قبل از صحبت های پیش زمینه ای از این اسپیس های همبستگی ملت ها بدم. حالا فکر کنم که چجوری شد که به اینجا رسید. حالا چون خیلی وقتا صداهای ما رو ضبط میکنن، شاید به درد کسانی که ضبط میکنن بعدم پخش کنن به دردشون بخوره. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی 43 سال تمام تلاشش کرده بین تمام ملت ها داخل ایران اختلاف و تفرقه بندازه، جنگ بندازه و باعث شده که کرد و ترک و تمام اینها رو سعی میکرد که با هم به دعوا بندازه. ایده اولیه اتاقهای همبستگی رو که سروی عزیز مطرح کرد و همین بود که ما نشون بدیم این ملت ها هیچ اختلاف و دعوایی با هم دیگه ندارن. حالا شاید یک جاهایی توی یک سری مسائل با هم دیگه بحث داشته باشیم ولی جنگ نداریم. توی یک روند دموکراتیک تمام این بحث ها قابل حل شدن هست و ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که بریم به اون سمت و هر چقدر که بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. در راستای این مسیر یک مقدار که جلو اومدیم تصمیم گرفتیم یکم بحث ها رو ببریم به سمت آکادمیک‌تر، از اساتید علوم سیاسی مثل آقای خالد عزیز یا مثل خود آقای جلالی تهرانی، مثل آقای حاتمی و خیلی از دوستان دیگه. حالا از جلسات گذشته خانم دکتر صبری و من سعی میکنم در جلسات بعد از فعالین عرب، از فعالین گیلک و کم کم به مجموعه اضافه بشن تا این صدای ملت‌های درون ایران هر چقدر بلند و بلندتر و همبسته تر بتونه بشه. این رو گفتم که بگم دلیل تشکیل این اتاق‌ها و اتاق‌های همبستگی چی بوده. حالا امروز رسیدیم به اینجایی که خب خوشحال مایه مسرت ماست که همه شما اینجا هستید و من تأکیدم توی جلسات گذاشتم بر این بوده، الانم بر همین هستش که ما باید بتونیم هر چقدر بیشتر و بزرگتر این صدا رو بلند بکنیم، این صدای یک پارچه رو که از تمام ملت‌های درون ایران داره منتشر میشه و داره شنیده میشه رو بلندتر بکنیم. خیلی عالیه که در جلسات بعدی که حالا چرخشی هستش، یک جلسه من به عنوان یکی از ترک‌ها اسمش رو میذارم، یک جلسه سروی یا کارو به عنوان کردها، یک جلسه اسما به عنوان یکی از عزیزان بلوچ ما، از جلسه بعدی رو از دوستان عرب ما خواهند گذاشت، جلسه بعدش رو سعی میکنیم دوستان گیلک ما این کار رو بکنن. خب هدفش همینیه که هم آقای تهرانی توی صحبتاشون گفتن، هم کاک خالد خیلی خوب و جامع توضیح دادن، من خودم بسیار یاد گرفتم از ایشون. اینها رو گفتم که بگم که خوشحالم که امروز هستید و فکر میکنم اگر بیادبی از طرف من ندونید این رو، باید تو جلسات بعدی هم باشید، باید کمک بکنید تا این صدا هر چقدر که میتونه بلندتر بشه. این صدا نه صدای آرازه، نه صدای ثروت، نه صدای اسما، صدای ملت‌هایی است که در اون کف خیابان‌ها دارن آزادی رو فریاد میزنن و ما وظیفه داریم این کمک رو، این توان رو بهشون بدیم و بهشون نشون بدیم که صداشون رو هر روز بلند و بلندتر خواهیم کرد و شنیده خواهند شد. از گوشه کنارترین جای آذربایجان، از خوی نازنین که امروز در یک چنین وضعیتی کمک تمام ملت‌های ایران رو داره حس میکنه، وقتی
دوستان کرد من به من پیام میدن و راه های کمک به خوی رو میپرسن، وقتی دوستان بلوچ من با تمام توانشون صدای خوی رو بلند میکنن، وقتی دوستان گیلک ما این کار رو میکنن، این نشون میده که تمام 43 سال تلاش جمهوری اسلامی برای تفرقه بین اینها و تمام 100 سال تلاش برای نابودی این زبانها، فرهنگها، فولکلورها، هر چیزی که در این سرزمین وجود داشته امروز رنگ باخته و ما هم حقوق خودمون رو میشناسیم و هم خواستگاه هایمون رو. ولی خب شما عزیزان مسلماً صداهای بلندتر از من و ماها دارید. لطفاً کمک کنید که این صداها هرچی میتونه بلندتر بشه. و یکی دیگر از دلایلی که ما داریم انجام میدیم، ما عضو هیچ حزبی نیستیم، بنابراین از تمام احزاب کردی، ترکی، بلوچی، گیلک و هر حزب دیگری که احزاب دیگری که برای ملت‌ها هستن و وجود دارن سعی میکنیم در جلسات متمادی دعوت کنیم تشریف بیارن، صداشون باشن صداشون شنیده بشه، حرفهاشون شنیده بشه، خواستگاه‌ها دیده بشه. ما اینجاییم ما اینجاییم که دو تا چیز رو به دوستانی که میشنون یاد بدیم و اون اینه که هر کسی آزادانه میتونه حرفش رو بزنه، هر کسی آزادانه میتونه خواستگاه‌هاش رو مطرح بکنه و ما صدای تمام آدم‌هایی رو اینجا فریاد میزنیم که آمدن تا از حقوقشون حرف بزنن بدون هیچ نگرانی، بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون نگرانی از اینکه کسی آنها رو خفه خواهد کرد، صداشون رو خواهد برید، بدون اینکه فکر بکنن که اسپیس اختصاصی خواهد بود و فقط آراز و تربه و اسما حرف خواهند زد. هر کدوم از دوستانی که هستن از احزابشون کسی هست، ما دعوت میکنیم کنار ما باشن، صداشون بیان صحبت کنن، حرفاشون رو بزنن. این ماهاییم که مجبوریم جلوی یک صدایی که سعی میکنن صدای همه ما رو خفه کند بیستیم. پس لطفاً خواهشاً یا هر چیزی که حساب میکنید در این راه همراه ما باشید، کمک کنید و بذارید این مسیر دقیقاً اونجوری که میخوایم به پیش بره. مرسی سرویز جان و دوستان عزیز، من هستم کنارتون. مرسی آراد جان، مرسی عزیزم. دکتر آلان فتوحی خیلی خوش آمدین، مرسی که دعوت بنده رو پذیرفتید. بفرمایید صحبت بکنید که ما بعد صحبت‌های جناب تهرانی رو در جواب نازا جان بشنویم. بفرمایید جناب. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و خوشحال هستم در خدمتتون هستم و خیلی استفاده کردم از حرفای کاک خالد و سایر دوستان. عرض کنم که در ابتدا میخوام یکی دو مورد رو خیلی کوتاه اشاره بکنم. در مورد مسئله من امروز عکسشو که دیدم خیلی متاثر شدم واقعا. فرهاد داشته باشه دروغگو نیست. فرهاد یعنی یه آدم فوق‌العاده سالم، ساده، خوشقلب، انسان دوست و
به جرم این که با حجاب اجباری مخالفت کرده بود. سیاسی هم نیست ولی همین بود جرمش. زندانی شده و در اعتراض به همین مسئله قبلا اعتصاب غذا کرده بود و امروز هم که عکساش منتشر شد دیدیم که به چه وضعی افتاده و خیلی جای ناراحتی بود واقعا برای ما. خیلی متاثر شدم. خیلی رفیق بودیم با هم دیگه، حتی یعنی رفیق نزدیک بودیم و عضو تیم شطرنج دانشگاه تهران هم بودیم. دانشگاه علوم پزشکی تهران با هم دیگه شطرنج بازی کردیم، دست آمد داشتیم. آدم فوق العاده شریفیه. و میخواستم بگم اگر کسی ادعا کرد که درست گفته، من مطمئنم که درست نیست، حالا هر کی بوده. فرات خوب میشناسم. عرض کنم به خدمتتون که دو تا نکته خیلی کوچیک میخواستم عرض کنم. خیلی وقتتون نمیگیرم چون موضوع جلسه در مورد نگاه به حقوق ملت از نظر علوم سیاسی هست و رشته من علوم سیاسی نیست، ولی خب نظرات خودم رو در مورد یک سری مسائل که میتونه به نوعی مرتبط باشه به این مسئله عرض میکنم خدمتتون. خیلی کوتاه. یه انتقاد کوچیکم از اسما خانم داشتم، اونم اینه که واقعا حیف این جلسه ضبط نمیشه. یعنی من قسمتایی از لکچر کارخالج رو میس کردم، نرسیدم، دیر رسیدم. دوست داشتم دوباره بعداً گوش بدم که متاسفانه امکانش نیست. امیدوارم برای اسپیس‌های بعدی که در آینده میاد این مسئله رو در نظر بگیریم. به هر حال دستتون در نکنه، خیلی ممنونم، ولی کاش که ضبط میکردیم. چیزی که من خیلی خوشحال شدم وقتی این اسپیس رو دیدم و اومدم این بود که دقیقاً اون فعالیتی که من خیلی اعتقاد دارم که لازم هست بشه و اون شفاف سازی و ارائه یک تصویر روشن در مورد آینده‌ای که ما می‌خوایم به وجود بیاد به وسیله کسانی که متخصص امر دولت سازی هستن خیلی ضروری هست و لازم است، بلخص با شرکت کسانی که متخصص هستن از ملل مختلف ساکن جغرافیای ایران. در این زمینه من با آقای جلال تهرانی، با دکتر احمد محمدپور که تشریف دارن اینجا صحبت کردم و تلاش داشتم که یه جلساتی، کنفرانس هایی، سمپوزیوم هایی به نوعی برگزار بشه و امشب که دیدم دقیقاً کارخالد در این زمینه صحبت میکنه خیلی خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که به هر شکلی که هست این بحث ادامه پیدا بکنه، چون هم انگیزه کسانی رو که دارن انقلاب ژینا رو پیش میبرن در داخل اضافه میکنه و اون تصویر واقعی و زیبایی رو که میتونه سعادت برای همه کسانی که ساکن جغرافی هستن به همراه خودش بیاره مشخص میکنه و هم ترس های بیموردی رو که مطرح میشه و یا از سر نادانی هست یا از سر خرابکاری و مخدوش کردن اون تصویر واقعی، اونا رو، این ترس ها رو از بین میبره. ترس هایی که مطرح میشه در مورد اینکه خب این ملل نمیتونن با هم دیگه بسازن و از این دست. به همین دلیل من خیلی خیلی خوشحالم و ممنونم که این سپیس رو گذاشتین و امیدوارم که این فعالیت ها ادامه پیدا بکنه و همچنین در این اسپیس ها و همچنین در جاهای دیگه که به هر نوعی نمایندگان ملل یا هر کسی دیگه‌ای که صحبت میکنه از طرف این ملل، امیدوارم که سعی در پیشبرد اون گفتمان انقلابی انقلاب ژینا هم داشته باشن. من این انتقاد رو به یک سری از دوستان، حتی کسانی که در سطح خیلی بالای رهبری احزاب کردستانی هستن دارم و امیدوارم به گوششون برسه که سهل‌انگاری میکنن در این کار و نمیدونم در راستای چی، ولی به هر حال شاید اهمیتش رو خیلی جدی نمیگیرن، ولی این مسئله گفتمان سازی رو پشت گوش میندازن و بعضی موقع مثلا من شنیدم که از یکی از این بزرگواران که بله حالا اگر ما
ملت نیستیم، قوم هستیم، پس شما فارس ها هم قوم هستیم. نمیدونم اگر هرچی ما هستیم شما هستیم، ما هم همون هستیم. از این نوع آرگومنت ها که خیلی غلطه و اون تأکیدی که بر گفتمان درست و صحیح داره رو ما باید از کسانی مثل آقای جلال تهرانی یاد بگیریم و هیچ وقت در این موارد کوتاه نیایم، یا اینکه سعی میکنن در راضی نگه داشتن مخاطبشون وقتی که توی تلویزیون فارسی زبان میرن میگن حالا قوم، قبیله، ملت، هر چی شما هر جوری نامید، ملیت ها. این سهلنگاری در این مسئله، حالا من خیلی کلمه محتاطانه، صفت محتاطانه به کار میبرم، سهلنگاری نیست و از اون خیلی بدتره. امیدوارم که این بحث ها که ادامه پیدا میکنه در راستای تقویت این گفتمان انقلابی هم باشه که میدونیم که روح این انقلاب میطلبه اعتقاد به پلورالیسم و اعتقاد به وجود ملل در ایران رو، اعتقاد به برابری خواهی رو و رفع هر گونه تبعیض از هر نوعش، طبقاتی، جنسیتی، جنسی، ملی و از هر نوعش. امیدوارم که به هر حال این فعالیت ها ادامه پیدا بکنه و در این زمینه ها خیلی قاطع باشه، شفاف باشه و رو به جلو پرواکتیو باشه و اینقدر که ما در این چند هفته دیدیم خیلی درسته که باید یک سری از فعالیت مخربی مثل اینایی که در این اواخر از سلطنت طلبها دیدیم جواب داده بشه و پاسخ بگیره، ولی بیشتر از اون که ریاکتیو کار بکنیم در فکر برنامه‌ریزی و جلو رفتن و به دست گرفتن ابتکار عمل باشیم، بدونیم که ما هم محق هستیم و هم خیلی بیشتر هستیم و قوی‌تر هستیم و آینده از آن ماست. به همین دلیل خیلی خودمون رو مشغول فعالیت‌های یا بحث‌های جانبی و اینا نکنیم و سعی کنیم روی برنامه‌ای که داریم فوکوس بکنیم و رو به آینده روشنی که در انتظار ملل ساکن جغرافیای ایران هست بنگریم و فعالیت بکنیم. من اعتقاد دارم اگر این شفافیت از قبل می بود، اگر کسانی که صداشون شنیده میشه و نمایندگان این ملل هستن، بلخص سران احزاب، خیلی زودتر شروع میکردن که قاطع‌تر صحبت بکنن و اون حق مطلب رو ادا بکنن، ما الان یه چند قدم جلوتر می بودیم در مبارزاتی که به پیش میبریم. به هر حال خیلی ممنونم از وقتی که دادیم، بیشتر سرتون در نمیارم و به امید پیروزی. درود بر شما. مرسی جناب دکتر فتوحی، ممنونم که در کنار ما بودید. سپاس از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید. من از فرصت استفاده کنم یه عرض ادبی داشته باشم خدمت جناب بهروز کوچانی. خیلی خوشحال هستم که در کنار ما هستید. خواهش میکنم شما مایک بگیریم و در بحثمون مشارکت بکنید. من یه توضیح خیلی کوتاهی دادم، از فرصت خواستیم استفاده بکنم. جناب فتوحی، ما در هم خدمت جناب تهرانی هم عرض بکنم، من خودم عضو احزاب سیاسی کرد هستم و همچنین دوستانی که با ما هستن هر کدوم به طریقی وصلن به احزاب ملیت ها و خیلی راحت ما میتونیم از رهبران احزابمون دعوت بکنیم که بیان در اسپیس ها مشارکت بکنن که قبلا هم من این کار رو انجام دادم. به همین دلیل من خواهش میکنم که بیشتر در کنار ما باشیم و بیشتر بتونیم این صدا رو بلندتر بکنیم. من طبق قبلا هم عرض کرده بودم که از طریق کرد کانال من بارها بهشون گفتم و اونا صدای ملیت های ایران هستن. درسته اگر رسانه های خیلی فاسدی داریم که همین امشب هم ما براشون طوفان توییتری رو انداخته بودیم، ولی من بازم از طرف حزبم و از طرف کرد کانال به همه شما قول میدم که صدای شما باشه و تا به حال هم به همین شکل بوده.
به همین دلیل من بازم ازتون خواهش میکنم اگه چیزی هست شما میتونید به در پیوی بنده بفرستید یا اینکه خودتون مستقیما با تلویزیون کورت کانال در ارتباط باشین، مطمئن باشین که صدای شما هستش. چرا به دکتر فتوی متاسفانه اسما جان، یعنی من از قبل بهش نگفته بودم که ضبط رو بزنه و بعدش دیگه نتونسته یعنی تنظیماتش رو درست کنه و حتی کامنت هامون هم بسته است و اسپیس به این خوبی متاسفانه ضبط نشد. در هر صورت ما سروا جان یه پیام به من دادن اسما جان که این اسپیس توسط یک نفر داره ضبط میشه و قراره که تو یوتیوب گذاشته بشه. هر وقت که لینکش رو داشتم به شما می‌فرستم. مرسی احمد، مرسی عزیزم، کار خوبی کردین. درود بر شما، زنده باشین. دختر کورت خیلی کوتاه صحبتتو بگو که جناب تهرانی بتونن جواب ناتاشان رو بدن. بفرمایید. تمام جناب تهرانی حرف بزنن بعد من حرف میزنم، مشکلی نیست. آخه دستت رنگی بود، بسیار عالی، هیچ ایرادی نداره. جناب تهرانی بفرمایید جواب دوستمون رو بدین که ما به اسرائیلینم برگردیم. خیلی ممنونم. ببینید من قبلش در مورد این مسئله حضور بیشتر و حمایت ها و اینها عرض کنم. من حالا تو اسپیس هایی که داشتم اینو گفتم چند بار هم، من فراتر از وضعیت شخصیم و امکانات شخصیم الان چند برابر در واقع فعال هستم. یعنی از این که تا اینجاش میبینید اگر به حقم دارید انتظار بیشتری داشته باشید که تا اینجا بودم یه جاهای دیگری رو، یعنی حمایت های دیگه، هر گونه انتظاری، این رو در نظر بگیرید که من واقعا مسئله شخصی است و این حتی گفتم مقداری چون فراتر، یعنی انگار که یه موتوری شما با یه قدرتی بیشتر از اونی که داره پیش ببرید. آسیب خیلی زیادی هم به من زده و میتونه آسیب‌های خیلی خیلی جدی تری بزنه. یعنی دیگه من حتی اون سهمی از مشارکتی که تا اینجام داشتم رو نتونم ادامه بدم. از این جهت واقعا تلاش هم میکنم. این شخصا میگم احساس شرمندگی میکنم، ولی بدونید که یعنی با خودتون بگید که مهدی نمیتونست. واقعا این واقعیت در مورد من. بعد اما در مورد صحبتی که کردن که من خودم رو یک مثلا مدرس و اینا میدونم یا نظریه پرداز یا مثلا یک انقلابی، ببینید اولا که من دکتر نیستم، مدرس هم نیستم. من دوره در واقع برنامه دکترام رو در دانشگاه بیکلی نیمه کاره رها کردم و به دانشگاه کلمبیا رفتم که در واقع سیاست گذاری بخونم و این یک رشته حرفه‌ای است، اصلا پی اچ دی توش نداره. بعد سیاست گذاری در امنیت بین الملل و اما این در واقع این رشته که به نوعی یک رشته مدیریتی است، شما باید به اندازه کافی اطلاعات داشته باشید. اگر مدرسه خوبی باشه، مثلا این آیوی لیگ باشه، خب استثنایی است. حالا این کمک رو میکنه، هرچند که من واقعا همیشه دانش آموز بودم، هنوزم دانش آموزم هستم و هر لحظه دارم یاد میگیرم، یعنی اصلا خیلی هم ربطی به مدرسه نداره. بعد از این جهت ولی انقلابی هستم، بدون تردید انقلابی هستم و مثلا مسیری هم که اومدم واضحه، یعنی تضمین هایی هم که دارم میدم خیلی مسئله رو واضح میکنه. اما حالا این مسیر انقلاب و چگونگی این که من خودم رو توی این انقلاب چجوری تعریف میکنم اتفاقا خیلی ربط پیدا میکنه به همون قسمتی که اشاره کردید که مثلا آقای رضا پهلوی است و حمله کردن بهش. من یک دلایل اخلاقی مسئله رو گفتم که برای چی باید چنین حمله صورت بگیره و لازم هستش. یعنی ببینید یه اتفاقی در نظر بگیرید، چند جور میشه به این موضوع برخورد کرد. یکی این که اگر در سال 1900 فرض کنید که الان 1933 بود یا مثلا 1934 بود در آلمان، آیا مثلا من اونجا داد میزدم میگفتم که آقا این آقای آدولف هیتلر آدم خطرناکیه؟
اونجا با هم میگفتید که مثلا خب به هر حال یک عالم آدم اینو قبولش دارن، تو اگر میخوای همگرا باشی باید بپذیری که، و یا مثلا میخوای قبول بکنی که در جامعه تنوع و تکثر هستش باید چنین صدایی رو هم بپذیری. من میگم که من که حذف نمیکنم این صدا رو، که من که قدرت ندارم که جلو دهنشو بگیرم که، یا مثلا رسانه ندارم که، ولی میتونم بگم این صدا پلیده، این صدا خطرناک، و اون موقع باید این رو بگم. بعد یه مسئله دیگه هم در نظر بگیرید، من همون نقشی که در واقع واسه خودم قائل میشم، یه جاهایی این اتفاق افتاده سر قضیه ملت ها هم و اینکه ایران کثیرالملت این اتفاق افتاد و ازش هم احساس پیروزی میکنم. دلیلش اینه که ما تقریبا این مرحله رو گذروندیم. من تو خواب و خیال میدیدم. ببینید منم یه آدمم مثل همه دوستانی که دارید اینجا گوش میکنید، یعنی گاهی اوقات ما تصور میکنیم مثلا آدمای سیاسی، سیاستمدارا یا شهرهای سیاسی خیلی متفاوتن، مثلا سنگن. نه، وحشت ها و ترس های درونی خودمون داریم. مسئله اینه که تا چقدر با این وحشت ها و ترس های درونیمون با صداقت روبرو بشیم. من زمانی که این بحث موضوع ایران کثیرالملت رو دوباره در واقع حالا به سهم خودم، افراد دیگری ملت‌هایی که دارن زندگی میکنن میدونستن براشون چه افتاده است، توی فضای فارسی زبان بسته تابو در واقع شروع کردم شکافتن و شکستن این فضا رو شکافتن. وحشت زده بودم، نمیدونم چقدر بهتون بگم چقدر وحشت زده بودم، ولی میدونستم که این مسیر درسته، دارم حقیقت رو میگم، باید رفت جلو، راه برگشتم ندارم. بعد خیلی خیلی دوران سیاهی بود، اصلا بابت همین موضوع انقدر تابو بود که من دوست از دست دادن که هیچ چیزی، توهین ها و فحش ها و اینها هیچ چیزی، امکاناتی مثلا حتی شغل از دست دادن خیلی فراتر از اینه. واقعا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. بعد اما الان دارم میبینم که این به سرعت الان، یعنی در واقع انقلاب باعث شد، نه من یا امثال من و اینها، از جای دیگه بود ولی اتفاق افتاد. مهم اینه که نتیجه حاصل شد. الان این من که ایران یک کشور چند ملتی است به گفتمان تبدیل شده. ممکنه حالا یه تعدادی از این مرزگرا و اینها تب بکنن و جا بخورن و واسهشون عجیب باشه، ولی یواش یواش در گوششون عادت میکنه. به همین جهت اینجا یه موفقیته. الان هم سر قضیه پهلوی داستان همینه، مشابه اینه، پروژه در واقع بعدی است. من اونو رد کردم، باید به مرحله بعدی خودم نگاه بکنم. میبینم که این رذیلت اخلاقی درشه و میبینم که ما برای سالهای سال مسالمه کردیم با این ریاکاری، با این شارلاتانیسم، با این رذیلت اخلاقی، و این خود ما رو در واقع ناتوان میکنه. شما وقتی نسبت به معیارهای اخلاقی خودتون یک دفعه میگین قضاوت نکنیم و اینجوری نباشه و تکثر باشه و اینها، ناتوان میشیم. دقیقاً این گفتمان اصلاح طلبا بود. ببینید زمانی که اصلاح طلبها آمدن سر کار، بعد از مدت خیلی کوتاهی ریاکاری و دروغشون مشخص شد، ولی آدما قبول نمیخواستن بگن، توجیهش میکردن. فضای اون موقع خیلی خیلی سنگین تر از این فضای الان پهلوی بعد از این 5-6 سال بودش که اوج دوران ترامپیش بود و همین رسانه‌های میره ایران اینترنشنال اینها خیلی سنگین تر بود. یعنی اونجا اگر کسی برمیگشت میگفتش که بابا اینا شارلاتانن، دروغگوان، این حباب رو میشکست، خیلی وحشتناکتر بود. اما این حباب شکست. الان دیگه هیچ کسی یک نگاه اخلاقی به اصلاح طلبها نداره دیگه، هیچ اون اباحت و این که انگار یه سرنوشتن و بالاخره ما اینها رو هم باید به عنوان یک بخش وزین جامعه یا با حجم زیادی با نیروی زیادی بپذیریم، این داستان ها دیگه نیست. کاملا احساس میکنیم انگار اینا رو پشت سر گذاشتیم. این اتفاق عیناً باید برای پهلوی هم بیفته. این حبابش باید بشکنه. من اگر این وسط برم بدنام بشم، یه جورایی قربانی بشم، قربانی که خودم دوست نکنم، فشار بهم بیاد، هر اتفاقی برام بیفته، بذارید بشکنه، بذارید این حبابه بشکنه. من اینجا این همچین نقشی رو برای خودم قائلم. و بعد وقتی که دارم میدان رو ارزیابی میکنم، میبینم که اتفاقا الان در ضعیفترین نقطه خودش قرار داره، چون دست به یک بازی باز زشت
غیر دموکراتیک باز رذیلت اخلاقی زده که الان اتفاقا باید گریبانش رو گرفت. این کلن تو و افرادی که دور خودت جمع کردی اینها کلن شما بنجل فروشید در این بازار سیاست، کلن دروغگویید، مثل اصلاح طلبایی، هیچ فرقی ندارید. بنابراین ما به طور کلی گفتمان شما رو طرد میکنیم، جلوتون رو نمیگیریم، حرفتون رو بزنید. با قول حالا ولتر میتونیم رمانتیک هم بشیم بگیم که هرچند با نظرتون مخالفم اما حاضرم جانم رو فدا بکنم تو نظرتو بگی، ولی رسانه ها و بلندگوها دست شماست. اما من حق دارم قضاوت داشته باشم بگم که آقا این گفتمان فاشیستیه و خطرناک واسه آینده ایران، و حق دارم که تلاش خودم بکنم این حبابش بشکنم. این حبابش داره میشکنه، هنوز به طور کامل نشکسته. زمانی میدونی چه زمانی این حباب میشکنه؟ زمانی که مثل تقریبا 6 سال پیش 7 سال پیش بی بی سی فارسی دارم میگم، اگر میخواست موضوعی در مورد رضا پهلوی بگه با ملاحظه میگفت، کلمه شاهزاده اینا توش نبود، به عنوان یه نیروی سیاسی جدی محسوب نمیشد. بعد حالا البته اینا دلیل بی بی سی ما نمودش که گرایش بیشتری به اصلاح طلبها داشتن، اما به طور کلی خب رضا پهلوی هم یکی از نیروهای سیاسی خارج از کشور بود و یه تعدادی هم تبادار داشت و در یه گوشه بود، خیلی چیزی نداشت. الان انقدر حجم فضا رو اشغال کرده که کاملا در واقع صدای فضای سیاسی فارسی زبان خارج از کشور رو اشغال کرده و وسط انقلاب و در حال نابودی انقلاب، یعنی تحریف داره میکنه با رسانه ها. من رسانه ها رو مقصر میدونم، نه شخص آقای رضا پهلوی رو، چون شخص رضا پهلوی رو میتونید در یه سطح فقط یه شهروند بیاریدش و تا هر چی دلش میخواد بگه، فوش بده، حرف بزنه، هر چی دلش میخواد، اصلا حرفای فاشیستی بزنه، چرا که نه. بعد اما این رسانه ها هستن که بزرگش میکنن و بعد میگن که حالا این محبوب شده، بعد دوباره خودشون میارنش، یعنی در واقع یک چرخه معیوب درست میکنن ازش. اگر این رسانه ها با فشار در یک فشاری قرار بگیرند که به این سادگی نتونن تبلیغ این آدم بکنن، ما اون زمانی که میتونیم به تشخیص بدیم که این حباب شکسته و از راه انقلاب در واقع کنار رفته. مسئله اصلی اینه که برداشت من اینه، برداشت شخصی خودم عرض میکنم در پاسخ به شما. مسئله من اینه که آن چیزی که دارم در خیابان میبینم در ایران داره اتفاق میفته، با آن چیزی که در گزاره ها و روایت انقلاب در فضای مجازی و در خارج از کشور داره اتفاق میفته، اینها با هم مجزاست. فضای مجازی بیرون داره دروغ میگه، واقعا منعکس نمیکنه آن چیزی که در داخل ایران هستش. و وقتی این فضای مجازی رو نگاه میکنم، یعنی این افکار عمومی سازی رو نگاه میکنم، به طور واضحی این پهلوی هاست و به عنوان یک مانع بزرگ این روایت انقلاب این وسط میبینم. بنابراین به خودم میگم به عنوان یه آدم، یه آدم واقعا اصلا شهروند اینام نگم، به عنوان یه آدم من الان چیکار میتونم بکنم، کدوم میدانو دارم؟ اینه که این گفتمان و این مزاحمت در مقابل مسیر انقلاب رو کنار بزنم، یعنی نشون بدم که این گفتمان دروغینی هستش تا اونجا که میتونم، نشون بدم که یک باد، یک حباب، خیلی فکر نکنیم اونا زیادن و قدرتمندن اینها ازشون وحشت زده باشیم و مرعوب بشون باشیم. این روایت شکست که در واقع مسیر انقلاب، یعنی نگاه افکار عمومی یا شبکه‌های اجتماعی نگاه شفافتری داشته باشن یا شفافتر منعکس کنن آن چیزی که در ایران هستش. به همین جهت اتفاقا خیلی استراتژیک فکر میکنم الان دقیقاً زمان این موضوع هستش. الان باید بگیم که ما توی ارزش‌های خودمون کوتاه نمیایم، یک قدم کوتاه نمیایم و میخوایم اصلا یک روایت کاملا متفاوت رو ارائه بدیم. یه مثالم اینو آخر بزنم و تمام بکنم عرضم. این که آقای رضا پهلوی در هیچ مناظره ای شرکت نمیکنه و تمام مصاحبه ها باهاش به صورت از قبل مدیریت شده است، شبیه مجاهدین خلق، این انقدر زشته و اینکه ما بهش عادت کردیم و برای ما عادی شده انقدر زشته که باور کنید هممون 20 سال دیگه بهش فکر کنیم که چرا ما نسبت به این موضوع هیچ واکنش نداشتیم، خجالت زده خواهیم شد.
شوکه خواهیم شد. متاسفانه این زشتی ها رو نمیبینیم، این پلیدی ها رو تو سیاست ایران. ما میخوایم اینجوری آینده ایران رو بسازیم. اینها رو باید دید. خیلی ممنونم، ببخشید طولانی شد. درود بر شما. مرسی جناب تهرانی، ممنونم که صحبت کردیم. اما در مورد رضا پهلوی واقعا این روزا قشنگ برای ما شبیه جوک شده. البته برای ملیت ها، مخصوصا من که خودم کردم، از دیدگاه یک کرد دارم صحبت میکنم. یعنی هیچ وقت این خاندان رو نه به رسمیت شناختیم و صحبتاش هم همش برای بچه های ما بیشتر شبیه یه جوک هستش. دختر کرد، خواهش میکنم خیلی کوتاه صحبت کنید، بفرمایید، بعدش به سایر دوستان نکنید. بفرمایید. خیش دارم نفس میکشم، خفه شدم به خدا. آقا من هیچ که اینجا نمیشناسم، فقط آراز رو میشناسم. اینم به خاطر آراز اومدم بهم گفت که اینجا میتونی قشنگ حرف بزنی، حرفای افکارتو بگی، کسی بهم فوش نده، اذیتم نکنید، فقط میخوام از تو خیابون ایران براتون بگم. من به عنوان یک کرد، اول لبای خوی بگم که گفتیم خوی. آقا کردا همه بچه ها رفتن واسه خوی کمک بفرستن. جمهوری شیری، پدر شیری نذاشت، کمک قبول نمیکنه، نمیذاره کسی بره تو، میگه بده به خودمون، نمیذارن. این یک. دو، توی خویم یه دپو پیدا کردن، 350 تا چادر توش قایم کردن، بچهای خوی نمیدن، میگن بذار از سرما بمیرن. یعنی جمهوری شیری اینجوری پدر شیریه، قول دادم فوش ندم، نمیتونم بدم. آقا یه چیز دیگه میخوام بگم. من به عنوان دختر کرد دارم میگم، من کردم، من ترکم، من فارسم، من عربم، من بلوچم، من لورم، من گیلکیم، من مازنیم، من همه ایرانم. من از هیچ کی برتر نمیدونم. اونایی که 211 نفر اینجا هستن به همتون میگم، ما کردا خودمون از هیچ کی برتر نمیبینیم، هممون یکی هستیم. اتحادو میخوام. من نه طرف حزبیم، نه طرف سیاست بلدم، نه چیزی. از تو خیابون دارم باهاتون حرف میزنم، از خود ایران دارم باهاتون حرف میزنم. آقا ما میخوایم دوباره برگردیم به خیابون. چی شده؟ چرا کسی نمیاد تو خیابون؟ چرا؟ آقا تو 2 تا ماموستا از تو سنندج بلند کردن بردن. ما به چیزا میگیم، شیخا میگیم ماموستا، یعنی اونایی که روی چیزمونن مال اهل سنت میگیم ماموستا. بردن از جوانو 2 تا دیگه بردن، تا الان 7 تا رو با خانواده هاشون رو بردن. چرا بچهای کرد، چرا الان صدا در نمیاد؟ فقط از تو سنندج 4-5 تا بلند شدیم، کسی نمیاد با ما همکاری کنه. آقا این کار خود جمهوری شیریه، پدر شیریه، فهمیدی؟ اینا دارن ما رو اینجوری میکنن، ما داریم میجنگیم. من خودم به شخص خودم تا آخرین قطره خونم میجنگم، پاپس نمیکشم. الان میگه این ضبط میشه میفرستم براشون، بفرستم. خامنه شیری منتظرمون باش که داریم میایم برات، یعنی پدرتو در میاریم، کم مونده برات. من اینو بهتون بگم بچه ها، هممون با هم یکی هستیم، هممون با هم ایرانیم. یعنی من هیچ کیو ندارم، من هیچ کیو نمیخوام. واسه من کی رهبرم میشه، کی جمهوری میشه؟ اونایی که توی زندان اوینن، اونایی که تو زندانن، اونایی که خون دارن، اونا مال منن، اونا جمهوری منن، اونا رهبر منن، اونا رئیس جمهور منن. من به اونا رأی میدم، به هیچ کی رأی نمیدم. منی که تو ایرانم دارم اینو میگم، من کاری به کار کسی ندارم. من اون بچه‌هایی که توی زندان اوینن اونا مال منن، اونایی که دارن زجر میکشن، اونایی که با ما میخندن، اونایی که با ما گریه میکنن. ما کرده یه چیز قشنگی بهتون بگم، وقتی شهید میدیم هیچ وقت گریه نمیکنیم، خانواده‌اش از ما گریه نمیخوان، از ما خون و انتقام بچه‌هاشون رو میخوان. فهمیدین؟ همیشه ما هم میگیم شهید نمیمیره، زنده است، شهید نامره. فهمیدین؟ آقا دست به دست هم بدیم، اصلا توی این چیزای مسخره نرید. بلند شیم بیایم تو خیابون، اول انقلابونو بکنیم، این خامنه شیری از اینجا بندازیم بیرون، پدرمونو در آورده. نمیدونم چه مشکلی برای ما کردا بدبخت داره. آخه شیری من چیکارت کردم؟ ما کردا چیکارت کردیم؟ چرا از ما میترسی؟ چیکار پدر مادرت کردی؟ نمیدونم که الان یکی اومده چیزاشونو بمباران کرده، میگه اسرائیل از اون میاد کردای که توی عراق پناهنده شدن میزنه. نمیدونم چیکارش داریم، یعنی چیکارش کردیم خبر نداریم خودمون. یعنی من در این حد از این پدرسگ متنفرم. ببخشید آخرش هم فوشمو دادم.
ما میخوایم اینو بندازیم بیرون. اولین و مهمترین قدم ما اینه. اگه شماهایی که اینجا هستین 221 نفرین میخوایم ما که تو ایرانی، به ما کردهای روشهلات، به ما بچهای ترک، به کرد، به لور، به بلوچ، به هر کی که میخوایم کمک کنین، فهمیدین؟ فقط به ما رای نشون میدین. اول این انقلاب رو پیش بریم، اول این پدرشیری که اون بالاست رو بندازیم پایین. اون موقع همه با هم دیگه تصمیم یکی رو میاریم بالا. یعنی من هیچ که نمیخوام، بچهای ابین رو میخوام، بچه‌ای میخوام که با من جنگ کردن، بچه‌ای میخوام که پاک پای من بودن، زجای منو میدونن. آقا من فقط اینو به شما ها میگم، انقلاب ما داره به ردی میره که این خامنه ای شیری تو داره توی همه اینستاگرام و فلان و فلان و فلان عادی سازی میکنه. من دستام پوسیده شد اینقدر دیگه دیوار نویسی کردم، دستام پوسیده شد اینقدر دیگه کوکتلونا درست کردم. یعنی خستم نمیشم، اصلا خسته نیستم، ادامه میدم. یعنی تا آخرشم باشم، ولشونم نمی کنم تا این گریه نکرده نرینه به خودش، ولش نمی کنم. ما اینجوری دنبال انتقامیم، ما کردا اصلا هیچی فراموش نمی کنیم. این تو مغز ما نمیره، نه فراموش نمی کنیم، دست خودمون نیست، ولی پدرشو در میاریم، چه با شما چه بی شما. اگه شما دوستای ما هستین، در کنار ما هستین، لطفی بکنید در راه انقلابمون پیش بریم. ازتون خواهش میکنم، خیلی شهید داریم، خیلی ازمون میگیرن، خیلی ما رو زندانی میکنن، خیلی رو حتی فرار کردن دیگه، شناساییش هم بنده خدا نمیدونم کدوم شهر زندگی کنن. من همینجا به همون تو اعلام کنم، به همون کردایی که اینجا هستن رفیقای خودم، به همه تو اعلام کنم، به خودم از جای ایران رفیق دارم، چه فارس باشه، چه عرب باشه، چه خوزستانی باشه، چه بختیاری باشه، چه بلوچ باشه، همه عاشق ایران، همه عاشق کردان، همه. هیچ کس کردا بدش نمیاد. اونه که میاد میگه هی ما کردا دوست داریم، هی ما از کردا میترسیم، سرمون رو میبرن چی کنن، همه کوس شیرای خود خامنه شیریه. من بهتون بگم هیچ کس کردا بدش نمیاد، نه کسی از کسی بدش نه چیزی. ما همه مردم رو وقتی با هم متحدیم تن اینا میلرزه، استخون به تنشون نمونده. الان نمیدونن چی کار کنن دیگه، چه کاری بکنن که الان به ما میگن نمیدونن جدای طلب، ترکا جدای طلب، بلوچا جدای. آقا کی جدا بشین بریم به کجا؟ ما هیچی نیستیم، ما ایران رو میخوایم، ما انقلاب رو میخوایم. تا ما هم هستیم خامنه نمیتونی اینجا زندگی کنی. صدا مزرب میشه بفرستی برای خود و کسکشش. دختر کرد داره برات میاد، ما دخترای کرد تمامی نداریم، یکی مونو بکشی یکی دیگه همون سر در میاره. من قشنگ بهتون بگم هر جوری شده باش مقابله میکنیم، اعصابمون رو خراب نکنم وگرنه بدجور باش مخالفت میکنیم. یعنی الان اومدن توی شهرامون، برای توی خود شهرها، یعنی ما انگار داریم باشون جنگ جهانی سوم انجام میدیم. اومده وسط بلوارامون اینجوری یه دونه سرباز تخمی و گذاشته وسط، دور تا دور شد چیز بسته، سنگربندی کرده با یه اسلحه. هم تو کردستان اینجوریه، هم تو بلوچستان اینجوریه. اینجا بلوچ هم داریم، خودشون میدونن. گذاشته داره برای ما چیز میکنه. اگه این اومده بیرون تیراندازی کنیم، به ما تیر مستقیم میزنن. بچهای تهران شاید اینجا باشن، به شما توی ساچمه‌ای میزنن. ما تیر واقعی میخوریم، شما تیر ساچمه‌ای میخورید. آقا تهران بلند شد، تو پایتخت بریزه. کردا که بلند میشن در عرض 24 ساعت همه شهرها رو آزاد میکنن، همه شهرها رو آزاد میکنیم. واقعا هم اینجوری شده، اثبات هم شده به همتون. تهران بلند شو، ما هم پشتتیم، تخم نداریم پشتتون نباشیم، پشتتونیم. ما خودمون بلند میشیم میبینیم کسی با همون بلند میشه، دوباره میشیم زمین. آقا تو رو خدا انقلابمون رو به سمت مستقیم بریم. ما دیگه تو ایران همش از هیچ خبر نداریم. من خودم الان اینترنت ندارم، آرز من آورد اینجا هستم، گفتم آرز تو خدا من آورد اینجا، هیچ کی نمیشناسم، خودت نرو. گفت بیا حرفاتو بزن، مشکلی نیست. به خاطر این اومدم حرفامو بزنم. من به عنوان یک کردم اعلام بکنم همه مثل همه دیگه. خیلی سرتون نبرم، الان اینجا هم ساعت وقت شب، فقط خواستم اینا رو بگم. ازتون خواهش میکنم همدممون باشین، چوب لای چرخمون نزنیم، به حرف هیچ که گوش ندیم. ما خودمون تو ایران خودمون میدونیم چی میخوایم چی نمیخوایم. ما فقط این اولین قدم اینه، این خامنه‌ای شیری از اینجا بره، فقط اینو میخوایم. بعد از اون میشینیم همه چیزا حرف میزنیم، نه به داره نه به باره. اون پدر سگ بره، اون موقع حرف میزنیم. من تا خون شهیدامو تک تک از این نگیرم آروم نمیتونم بخوابم، اصلا خواب و خوراک ندارم، همش پامو تو خیابونه. ما از تو خیابون دارم با تو حرف میزنم دیگه، خودتون میدونید، وجدانتون. یعنی من همینو بهتون بگم دیگه، دستتون در نکنه. مرسی عزیزم، مرسی. جناب
ناصر بابا خانی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. من خیلی ازتون عذرخواهی میکنم، چند بار مایک گرفتیم و افتادیم پایین. ببخشید، هم اسپیس باگ داره و هم اینکه هاستمون متاسفانه چون باگ خورده خیلی از مایک ها رو نمیبینه. بفرمایید، مایک در اختیار شما. خیلی متشکرم. سلام به همگی. قبل از هر چیز میخواستم یک نکته رو در مورد جناب آقای تهرانی عرض بکنم. زمانی در اوایل انقلاب وقتی که در صفوف مبارزان کرد، پیشمردان کرد، ما ملیت‌های دیگر رو مشاهده می‌کردیم یا بعدها ملیت‌های دیگه، منظورم در داخل ایران هست، فارس یا ترک رو می‌دیدیم یا عرب یا بلوچ رو، یا زمانی که در عرض کنم خدمتون بعدها که یک مقداری به لحاظ سنی رشد پیدا کردیم، دنیا رو از یک زاویه دیگری دیدیم که مثلا یک فرانسوی همراه با رهبر جریان سیاسی زندیار دکتر قاسملو در کوه‌ها هست، احساسی که برامون پیدا میشد یک احساس آمیخته با احترام بود. منتها در مورد آقای جلالی تهرانی، همین حالا که درد دلهایی کردن که فکر کنم این یک قطره از دریا نیست، اون عذاب‌ها و زجرهایی که به خاطر اینکه از حق ملل، از حق انسان دفاع کردن، هرچند این یک کار انسانی هست، اما در این عصر به اعتقاد من یک فضیلت اخلاقی بزرگ حساب میشه. از این بابت من سپاسگزارم. عرض کنم خدمتتون استاد گرامی من جناب آقای دکتر خیاطی که انصافاً امروز من در درس گفتارهاش مثل همیشه، البته من همیشه در خدمتشون تلموذ میکنم، به نکات بسیار خوبی اشاره کردن. منتها من میخواستم اگر فرصت داشته باشم در چند دقیقه کوتاه از مجموع حرفایی که گفته شد در 3 قسمت بسیار کوتاه، شاید در حد 5-6 دقیقه من وقتتون رو بگیرم، به چند نکته اشاره کنم و بعد پایین برم و از محضرتون استفاده کنم. من اعتقادم بر این هست که انقلابی که الان در ایران رخ داده، انقلاب ژینا، به اعتقاد من یک بیداری سیاسی ایجاد کرده، هم بیداری سیاسی عمومی، هم بیداری سیاسی در نخبگان سراسر ایران. وقتی که شما مخصوصا بر سر مزار جانباختگان کردستان مشاهده می‌کنید، پدران و مادران جانباختگان بر سر مزار فرزندانشون مانیفست هایی رو ارائه میدن که تا حد بالاترین فرمت سروری سیاسی که مثلا اگر در فرم استقلال مطرح بکنیم مطرح میشه و میشه اون کلیدواژه های این مسئله رو ازشون استخراج کرد. زنان و مردانی بسیار محمودی. و در سطح نخبه خواستم این رو عرض بکنم خدمتتون، همیشه نخبگان ما، نخبگان ملیت‌های مختلف، در مقایسه با به اصطلاح نخبگان سلطه یا ملت فرادست، همیشه به لحاظ تئوریک و به لحاظ نظری کم بردن. مثلا فرض فرمایید زمانی در دولت اصلاحات کسی مثل حجاریان و قوچانی رو به عنوان مغز متفکر جریان اصلاحات و به تبع اون جمهوری اسلامی مطرح می‌کردن و فضای رسانه‌ای مکتوب اون موقع اختصاص داده می‌شد به اندیشه‌ها و تزهای این دو نفر، در صورتی که الان ما می‌بینیم که در دانشگاه‌های خود ما بچه‌های کارشناسی ارشد، دانشجوهای دکترای ما به خوبی از پس اینا برمیان با استدلال، با منطق. اینه که من تصورم بر اینه که این شکلگیری مؤلفه‌های به اصطلاح ایجاد واحدهای ملی در ذهن من، به طور مخصوص دارم در مورد کردها حرف میزنم، در ذهن فرد کرد و مقاومت در برابر سلطه دیگری به بهترین شکلش داره شکل میگیره. یعنی این وجود بنیانهای نظری و تئوریک در بین اندیشمندان کرد و به عبارتی به گوشه رینگ راندن چماق به دستهای مختلف، مثلا حالا چه در جمهوری اسلامی چه در طرفداران آقای پهلوی، این ادعا رو میتونم بکنم بر اساس من یک مستمع هستم بیشتر و میبینم میتونم این ادعا رو بکنم که حقیقتاً
الان ما به اون جایی رسیدیم که شکلگیری این واحدهای ملی در ذهن میشه گفت اکثر قریب به اتفاق انسان کرد شکل گرفته. حالا من کاری به مسئله اون فرمت ساختار سیاسی، فدرالیسم، کنفدرالیسم، خودمختاری، استقلال، به این مسئله کاری ندارم، ولی میخوام بگم که این شکل گرفته. به خاطر همینه که الان اگر دقت بفرمایید شما به دستان آقای پهلوی، حتی اونایی که ایشون فالو میکنه، از 66 نفر آدمی که فالو میکنه، اگر اشتباه نکرده باشم کسانی مثل قاسمی نژاد و علیرضا کیانی و امیر حسین اعتمادی و یا اون چماق به دستای دیگش کلاشی و از این تیپ آدم ها، اینها کسانی هستند که آقای پهلوی به عنوان به هر حال تو 66 نفر آدم رو داره فالو میکنه، 1 میلیون نفر، نمیدونم چند 100,000 نفر فالوور داری. این مشخص میکنه که به هر حال برخلاف آنچه که یکی از دوستان اشاره کردن آقای پهلوی شاید خودش، نه، آقای پهلوی دقیقاً خودش به این مسئله اعتقاد داره. و میخوام این عرایزم رو در این قسمت با چند مثال کوتاه بهش اشاره کنم. همونطور که استادم جناب آقای دکتر خالد خیاطی اشاره فرمودن، الان روشنفکر ما، الان تئوریسین های ما، تحصیل کرده های ما به خوبی میاد برای مردم صحبت میکنه که آقا وقتی که شما میایید به ما میگید به عنوان اقلیت های ملی بایستی اگر در یک سیستم دموکراتیک زندگی کنید حقوق شهروندی شما تامین میشه، بلافاصله اونا میان نمونه فرانسه رو میارن. فرانسه تنها زبان جمهوری فرانسوی، اونجا مشخصه دیگه از فرانسه که کشور دموکراتیک تری شاید در دنیا کمتر وجود داشته باشه، اما این دموکراسی اکثریت و تمرکزگرا نتونسته بحران‌های ملی رو در این کشور حل بکنه. درسته حقوق شهروندی برای همه آحاد این کشور به اصطلاح فراهم است، اما به تنهایی قادر به حل موضوع ملیت‌ها نبوده که این مسئله لزوما با ساختار سیاسی ارتباط داره. یا مثلا فرض بفرمایید به خوبی الان دوستان ما تمایز بین مفاهیم گروه‌های قومی، اقلیت ملی رو و ارتباط اینا رو با حق سرنوشت دارن توضیح میدن. اینه که ما الان به ابزار نظری و تئوریک مسلح شدیم. نمیتونن شما در تلویزیون ها، من اعتقادم بر این هست، بعضا همین آقای دکتر عباس ولی چند برنامه‌ای داشتن، مخصوصا یکشون که با آقای شهریار آهی بود یا آقای دکتر کامران متین یا دکتر هاشم احمدزاده که حضور داشتن توی برنامه‌های تلویزیونی، میبینید که طرف به اصطلاح به فاشیسم تا حد آچمز کردن، یعنی طرف آچمز میکنه. بنابراین میشه گفتش که اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما در حال حاضر این بیداری سیاسی نخبه به اونجا رسیده که با مسلح شدن به این بنیان‌های نظری و تئوریک دیگه نمیتونن اونها ما رو به اصطلاح در گوشه ریگ قرار بدن. در حقیقت داره یک واکنش برعکس صورت میگیره. داره توضیح داده میشه آقا چرا از زبان به عنوان یک میراث فرهنگی در شورای اروپا یاد میشه؟ چرا تنها مقوله‌ای که مطرح کردنش در شورای اروپا، پارلمان اروپا، نیازی به اکثریت آرا نداره؟ زبان چرا اینقدر مهمه؟ چرا میراث بشریت محسوب میشه؟ این چیزهایی بوده که تابو بوده، چیزهایی بوده که مثلا فرض بفرمایید در مورد زبان کردی مثلا به ما گفته شده آقا زبان شما پتانسیل نمیدونم علمی شدن رو نداره، زبان علمی نداره. این کاملا به اصطلاح میتونم اینو به جرئت بگم غلط هست. پتانسیل های زبان کردی رو من خودم شخص خودم عرض میکنم کاملا میشناسم، میدونم چقدر توانمندی داره برای معادله سازی های علمی، کما اینکه به هر حال در همین حکومت اقلیم کردستان علیرغم خیلی کار پیش رو هست، ولی به خوبی الان کتب مختلف فرض بفرمایید در زمینه شیمی به خوبی میتونه به اصطلاح معادلای انگلیسیشو در کردی پیدا بکنه. و قسمت شاید آخر بحثم این باشه، در رابطه با آقای پهلوی صحبت شد. من به دوستان عرض کردم خدمتشون، گفتم ما کم کم در دوره پسا پهلوی به سر میبریم. شما به این پروپاگاندای تبلیغاتی و رسانه‌ای نگاه نکنید. علیرغم تمام پروپاگاندایی انجام میشه، علیرغم اینکه لشکر سایبری سوشال میدیا در اختیار دارن، آمدن یه کمپین، یه پتیشنی گذاشتن، من وکالت میدهم، اونایی که اهل فن هستن 0.4% رو مثلا فرضاً براشون پیش بینی کرد. این مفهومش کاملا، پیامش کاملا مشخصه و بعد از اعلام نتایج طرفدارانشون از این مسئله براءت میکردن.
این هست که من سال 98 در قیام 98 یک مقاله‌ای نوشتم به نام آلترناتیو سازی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از همه ما بهتر واقف هست که پهلوی نمیتونه آلترناتیوی برای ایران باشه. اونا اتاق فکر دارن، اونا مراکز پژوهشی دارن، پژوهش‌های پیمایشی میدانی در داخل ایران انجام میدن. این مسئله که خامنه‌ای در ادبیاتش به رژیم منحوس پهلوی با این ادبیات صحبت میکنه و اونا رو خطاب قرار میده، من تصور میکنم این فقط ظاهر قضیه است. باطن امر این هست بهترین آلترناتیو برای جمهوری اسلامی یا بی خطرترین آلترناتیو برای جمهوری اسلامی رژیم پهلوی هست. شما ملاحظه بفرمایید همین چهره‌های اپوزیسیونی که در چند سال اخیر شکل گرفتن، از آقای اسماعیلی و خانم علی نژاد و عرض کنم خدمتتون همین مولوی عبدالحمید و حالا ریشه دارتر در قالب گروه احزاب کرد را اگر ملاحظه بفرمایید می‌بینید که همه اینها تاثیرگذاریشون در مقایسه با آقای پهلوی اصلا قابل مقایسه نیست. فراخوان‌ها رو اگر بیاد بررسی کنیم، فراخوانی که احزاب کردی میدن در کردستان به حقیقت رو باید پذیرفت، چه خوشمون بیاد چه نیاد. مردم هنوز اون ارتباط رو با احزاب سیاسی خودشون علیرغم حالا ملاحظاتی هم که دارن این پیوند ارگانیک رو دارن در تعطیل کردن بازارها، در اعتصاب به خیابان‌ها آمدن و یا مثلا کاری که آقای اسماعیلی در برلین انجام داد. چه خوب میشد که اگر آقای پهلوی هم یک فراخوانی میداد تا ببینیم که در این نمایش قدرت ایشون در کجای کار قرار گرفتن، یا همین آقای علیرضا آخوندزاده که در استراسبورگ این کار رو انجام داد. در اتمام عرایزم میخوام این رو عرض بکنم خدمتتون که دوستان من یک مجموعه ویدیو 15 قطعه ویدیو 2 دقیقه‌ای چیز کردم، یک سری المان‌های خاصی رو از این انقلاب اکسترکت کردم که گفتم خصوصیات این انقلاب. من تصور من بر است بار اصلی این انقلاب بر دوش هیچ کسان نه به بار سلبی، وزن سلبی یا معنی سلبی و نگاتیو قضیه، به منظورم که بی قدرتان هست، کسانی که به اصطلاح نه زر دارن، نه زور دارن، نه قدرت تمکن مالی دارن، نه قدرت سیاسی دارن، همون کسانی هستن که در خیابان‌ها این سیستم رو به چالش کشیدن. باید اجازه بدیم که جلوی سوپرمارکت‌های ما هم اینا هم یه دکه باز کنن. یعنی در حقیقت این شاخص‌ها، این انقلاب که به هر تقدیر یک انقلاب خلاقی هست، نوآور هست، در طول مسیر خودش ماها رو شگفت زده میکنه با کارهایی که انجام میده، در داخل خودش نوزایی میکنه. بنابراین باید اجازه بدیم کسانی که در بد این انقلاب هستن هم بتونن اون مشارکت رو داشته باشن و مصادره کردن همه چیز به سمت یک نحوه فکری، به سمت یک جریان خاص به اعتقاد بنده کار زیاد جالب نخواهد بود. جمله آخر هم اینو میخوام بگم، یکی از مهمترین خصوصیات این انقلاب دفع شر غیر لازم هست. در طول مسیر این انقلاب در این 4 سال بسیاری از جریانات و حتی شخصیت‌ها، فردها در داخل کشور و خارج کشور خواستن سوار بر موج این انقلاب بشن، اما من این تعبیر از به عاریت گرفتم در رابطه با شر لازم یا دولت. میخوام بگم که این انقلاب اینقدر توانمندی و پتانسیل داره به خاطر گستردگی یا بهتر کلمه پلورالیسم و تکثرگرایی رو به کار ببریم که در خودش جا داره، میتونه اون شرهای غیر لازم رو به خوبی دفع کنه. خیلی متشکرم از اینکه حوصله بخرج دادید. درود بر شما، مرسی جناب باباخانی. اسما جان اگه کامنتی دارید بفرمایید، بعد برگردیم صحبت‌های جناب دکتر توکلی رو بشنویم. بفرمایید. من فقط خواستم بگم که رأی ملت بلوچ نه به سلطنت و با توجه به این آمارگیری که وکالت میدم طی این چند روز، حالا بیشتر از 1 هفته هم هست، هنوز به 1/5 رأی ملت بلوچ نرسیده و ما هیچ دغدغه‌ای در خصوص این که پهلوی جایگاهی در بلوچستان و کردستان نداره که شکی در این نیست و مسلماً بقیه ملیت‌ها هم همین حالت رو دارن. و اما در مورد این که داداش مهدی وقت قبول کردیم که من آبجیتونم، با توجه به این که سالیان درازی هست آبجی به نام اسما نداشتیم، پس لطف کنید و زحمت بکشید
از وقتتون اختصاص بدین با توجه به تمام شرایطی که توضیح دادین، ولی داداش بودن زحمتم میخواد، وقتم میخواد که شما باید در اختیار ما بذارین. تشکر. مرسی از بودن. امیدوارم که دوستان در هفته‌های بعدم در کنار ما باشن که ما بتونیم از اسپیس ها واقعا یه خروجی خوب داشته باشیم که بتونیم ازش استفاده کنیم. جناب توکلی خیلی خوشحالم که اینجا هستید. بفرمایید صحبت شما رو میشنویم. با درود خدمت شما و ضمن تشکر از دوستانی که زحمت کشیدین و این اسپیس رو ایجاد کردین، کار بسیار بزرگی کردیم و خیلی خوشحالم که پای صحبت استادان و بزرگان نشستم و خیلی چیزا یاد گرفتم از کاک خالد و کاک حسن و آقای جلالی و دکتر باباخانی و همه دوستان دیگه که صحبت کردن و اون خوشگه کردمون از دختر کرد و از همه اصطلاح لذت بردم. اکثر صحبت‌های تکنیکی رو دوستان اینجا الان صحبت کردن و گفتن، بیان کردن. در زمینه علوم سیاسی خوب علم من و دانش من نمیرسه به پای دوستان استادان، ولی تجربه من از تجربه 45 ساله و در زمینه‌های دیگه که تخصص دارم که میتونم بگم به اصطلاح در رشته‌ها و زمینه‌های مختلفی که دارم همه رو به کار میگیرم در رابطه با این انقلاب. من تقریبا میتونم بگم در 45 سال گذشته روزی نبوده که من مسائل سیاسی ایران از سال 57 تا الان حداقل کم و بیش قبلش، ولی از اون موقع تا الان دنبال کردم و هر روز مانیتور کردم و در برهه‌ای از زندگیم به شدت درگیر بودم و میتونم بگم که در دوران دانشجوییم به 7 سال زندان غیابی محکوم شدم که 3 ماه بعدش اتوماتیک شد تبدیل به اعدام و به شیوه حلق‌آویز. مدت زیادی به هر حال تونستیم خودمون رو نجات بدیم تا اینکه مهمان خلق کرد شدم و سالها در کنار برادران و خواهران کردمون یکی از بهترین دوران زندگی من اونجا بوده و با لطف و محبت و خونسردی و مهمان نوازی و قابل چیزی، من کردیستم ولی خب به هر حال واقعا یکی از بهترین خاطرات زندگیم در زمانی که با این دوستان بودم و در کنارمون خب به هر حال اجبار زمانه بود. خیلی از دوستانم به هر حال در کنار ما جونشون از دست دادن و هنوزم در یادشون هستیم. بعد و در زندگی بعدش هم من به هر حال نمیخوام همه این داستانا رو بگم. به قول معروف چی میگن، کسی که لمس کردم فقط صحبت نمیکنم، فقط بحث آکادمیک و مدیریت اینا نمیکنم، ولی ببینید من چیزی که تو زندگیم یاد گرفتم، من رشته‌های مختلفی از کامپیوتر پروگرامینگش کار کردم تا قسمت آمار و تحقیقات شیوه‌های تحقیقی علوم اجتماعی تدریس کردم، ریسرچ کردم، تحقیقات کردم و در مسائل مربوط به سلامتی و اختلاف طبقاتی یا سلامتی و رفاه عمومی ریسرچ‌های زیادی کردم، کارهای زیادی کردم. همه اینا رو تمام تجربات زندگیمو میخوام خلاصه کنم توی چند دقیقه صحبتم. ببینید ما از کشوری میاییم که ریاضیدان معروفمون خوارزمی الان در واقع پایه همه چیز کره زمینه. یعنی الان کره زمین ما روی کامپیوتر سوار، ارتباطات سوار، همه چیز الکترونیکی که برنامه‌ریزی شده است. شاید خیلیاتون اسم کلمه الگوریتم رو شنیدین. الگوریتم همون اسم به اصطلاح انگلیسی الخوارزمیه. دوستان پزشک ما متخصصان برای عمل جراحی حتما بایستی الگوریتم داشته باشن و بر اساس اون به اصطلاح کارشون انجام بدن، ولی پایه تمام برنامه‌ریزی‌های کامپیوتر هم شده الگوریتم. یعنی ما باید اول بریم 1 تا 100 تا 1000 رو بنویسیم که چه کار باید کرد. این یک چیزی که ما در هر حرکتی برای مدیریت هر حرکتی نیاز داریم. حالا این میرسه به بحث برنامه‌ریزی و مدیریت یک سمت. از سمت دیگه ببینید
ما بحث ایران و بحث تمام این درگیری ها از سال 57 قبلش 32 از مشروطه و تا الان داستان الان ما همه رو اول باید بیایم مثل یک فردی که توی جنگل توی کوه گم میشه در تاریکی. ما هر چی بریم دور خودمون بگردیم به هیچ جایی نمیرسیم مگر اینکه یه شاخص داشته یا قطب‌نما داشته باشیم یا بتونیم به قول معروف ستاره شمال رو ببینیم و مسیرمون رو درست تعیین کنیم وگرنه گم میشیم. ببینید توی این داستان هم ما باید ببینیم اساساً چی هست، موضوع چیه. خیلی اسم از خمینی میبریم یا خامنه‌ای یا جمهوری اسلامی یا رضا پهلوی، به خصوص این اواخر خب خیلی از رضا پهلوی صحبت میکنیم ولی بحث هیچ کدوم از اینها نیست. ببینید دنیای سرمایه‌داری براش پول و اقتصاد و سرمایه مهمه. از زمانی که نفت در ایران کشف شد توطئه ها شروع شد. انگلیس اومد و بعد برای اینکه در ایران یه امنیتی ایجاد بشه که بتونه نفتا رو ببره، به هر حال ما هممون میدونیم حمایت کرد از رضا شاه و بعد هم وقتی به نفعش نبود اینو برش داشت برد و پسر 21 سالش رو آورد گذاشتن اونجا. و بعدش هم وقتی که ببینید من امروز توی اسپیس دیگه صحبت میکردم در مورد کسانی که فوش و بد و بیرا میدن به 57یا. ببینید ما کسانی رو که در ایران وقتی من نگاه میکنم از قبل از 57 از مشروطه تا سال 57 بخصوص اواخر زمان شاه بودن افراد بسیار بسیار الیت جامعه بودن و خیلی خاص بودن. تک تک افرادی که از خسرو روزبه بگیرید تا نمیدونم پویام بگیرین تا احمدزاده ها رو بگیرین نمیدونم خیلی خیلی دیگه حنیف نژادها رو بگیرید، اینا الیت جامعه بودن و اینها رو ببینید آمریکا میخواست اینجوری توضیح بدم. ببینید این خاورمیانه در واقع حداقل 40% سرمایه جهان رو تو خودش داره. یعنی چی؟ آمریکا و اروپا و همه اینا 40% همین ماهایی که توی کشور رو زندگی میکنیم برای که امورات این کشور رو بگذره باید 30-40% این درآمدهاشون از اونجا تامین بکنن. حالا از انرژی هست از اونجا یا نمیدونم از فروش سلاح هستش یا فروش تکنولوژی هستش، مصالح هست، هر چی که هست. خب این اساس اینه. چرا ایران کشور تعیین کننده، مهمترین کشور تعیین کننده در خاورمیانه است؟ درست؟ اینو چرا اگر هر کسی رو ایران کنترل داشته باشه میتونه رو منابع خلیج فارس هم کنترل داشته باشه. پس بنابراین اینا اجازه نمیدن ایران بره دست مردم ایران و آزادی خواهان که خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. این اصل موضوعه. اصل موضوع اینجاست. ما باید به اونجا به نسل جوان باید اون الگوریتمی که من میگم یک متدولوژی هست، میگم به قول معروف تاپ دان متدولوژی یا باتم آپ. ما از تاپ دان میایم، از بالا به پایین میایم. پس اینها با تمام توانشون، خرجشون، بودجهشون، بلندگوشون همشون سعی میکنن که اینو منیپولیتش کنن. این مردم این کشور رو، احزاب سیاسیشو، نمیدونم تمام جریانات و جهت سیاسیشو کنترل خودشون بگیرن. من حالا زیاد طولانی مثلا فرض سال 57 اینا که جوانای الان که چون 10 سال گذشته من و تو و ایران اینترنشنال به طور مستمر تبلیغ کردن که یک مدینه فاضله وجود داشت قبل از 57 که اینا رو یک عده آدمای مریض و روانی اومدن و اینو از بین بردن و ما رو بیروز دادن، در صورتی که همه اون افرادی که دلسوز و انقلابی و فهمیده و روشنفکر بودن تا لحظه آخر اینها رو در زندان نگه داشتن، زندانشان. تا خمینی رو آوردن پاریس، یک دولت مثل دولت بازرگان نمایشی درست کردن با لیبرال ها از نمیدونم دکتر یزدی و نپوتزاده و صحابی و سنجابی و فروهر و ابصار اینها رو کردن تو این دولت و خمینی رو آوردن. هدف چی بوده؟ هدف این بوده که روشنفکرها در ایران اداره امور در دست نگیرن. ممکنه که اینها برن به سمت بلوک شرق در اون زمان. اون وقت خلیج فارس از چنگینا در میاد و شوروی سابق دسترسی پیدا میکنه به خلیج فارس. اینجا گفتم بهترین آپشن خمینی فناتیک فاندامنتالیست هستش که
که میگه اول کمونیستا کافرن، نجسن و با اینا جلوی ما میستن میجنگه. به این دلیل اینا در کنفرانس، در میتینگی که در گوادلوپ داشتن 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان، این تصمیم رو گرفتن که خمینی رو برن سر کار و تا آخر لحظه هم این انقلابیون یا مبارزین اون موقع تو زندان نگه داشتن که نتونن کاری بکنن. خب ما حالا برمیگردیم به داستان الان. این رژیم اومد و 20 خورده سال حاکمیت بود تا خاتمی اومد. خب اینا امید داشتن که با اصلاح طلبای خاتمی یواش یواش یک استحاله در ایران ایجاد کنن، غافل از این که اون جناح دیگه اینقدر جنایت کرده بود که هر گونه استحاله‌ای مصادف میشد با نابودی خامنه‌ای و تمام سردارانش که 40,000 50,000 تا 100,000 مردم رو کشتن، چه در داخل ایران اعدام کردن چه در کردستان و جاهای دیگه. خب اینها گفتن اگر استحاله بشه و ما به سمت اصلاح طلبا برن، رفرم بشه، همه اینا بایستی چی؟ جوابگو باشن، حساب پس بدن. خب اونا مقاومت کردن. به هر حال اون جبهه پشتش روسیه بود و این اواخر چند سال اخیرم چین اومد، ولی جبهه رفرمیست یا به اصطلاح اصلاح طلبها، البته اصلاح طلبها تو پرانتز میگم چون من اعتقاد ندارم چیزی به نام اصلاح طلب، اون حجاریانی که یکی از رهبران اصلاح طلبها بوده، کسیه که اون اربابی فر، یکی از اصولگراها، سال 81 گفته در شیراز وقتی همین اصلاح طلب میخواست یک منافق رو شکنجه بکنه، بسته بود به درخت و با تراکتور دستش رو کشید از جا کند. پس اینا که ما الان میگیم اصلاح طلب، اونها زرنگ‌های دور بر خمینی بودن، اونا پخمه هاشون شدن اصولگرا. خب اینا از این بچه کار کردن. ببینید یک نکته دیگر رو من اشاره بکنم. یک قرن اخیر یا 70-80 سال اخیر یکی از بزرگترین سیاستمدارای دنیا آقای کیسینجر بود، کسی شک نداره. از جنگ ویتنام دخالت داشت تا با مائو در چین این میتینگ داشت و به اصطلاح رابط بود، تا جریان آرژانتین و شیلی و ایران و همه این داستان. خب این در سال 64-65 بنیاد درست کرد به نام راکفلر. این اتاق فکر یکی از اتاق فکرهای اصلی آمریکاست و اکثر رئیس جمهور آمریکا باید از فیلتر این اتاق فکر بگذرن تا بشن رئیس جمهور. اینا اومدن برای کشورهای مختلف مهم جهان یه اندیشکده‌هایی درست کردن. من جمله یکی دو تا اندیشکده حداقل که من میدونم، نایاک و آیپاک و اینا برای ایران درست کردن. این اندیشکده‌ها یک سری خوب افراد و خوش‌ذهن و آکادمیک و نابغه رو جذب میکنن، میبرن اون تو بهشون پروژه میدن. یکی از این افرادی که این پروژه رو بهش دادن به اسم آقای کریم سجادپوره. این حالا من ارجاع میدم شما رو به مصاحبه پوریا زراعتی و آقای کریم سجادپور یک هفته قبل از سال میلادی جدید توی ایران اینترنشنال تو یوتیوب هستش. ببینید ابتدا میاد، من نمیشناختم تا اون موقع به این شکل این آقا رو، ابتدا میاد این آقا رو نشون میده کنار کیسینجر نشسته سالها پیش، بعد نشون میده که کنار جان کری نشسته و بعد میاد بهش میگه انگار ما خبرهای خوبی در پیش داریم. یعنی آقای پوریا زراعتی هم خبر داره که قراره که آقای پهلوی و چند نفر دیگه پیام مشترکی بدن. این خبرها رو میگه بله من خبر دارم، من با همینا دوستم و ارتباط دارم فلان اینا. و بعد میره جلو میگه که آره در سال 2005 من 2 سال در ایران کار میکردم. یعنی بخشی از پروژه آمریکا ایشون با خاتمی و تاجزاده اینا کار میکرد تو ایران. اونجا یک سری اینا شناسایی کردن از افرادی که مورد علاقهشون بودن و یواش یواش اینا رو آوردن به خارج، به اروپا و جاهای دیگه و اینا رو پر و بالشون دادن، ساختن. ببینید من دیگه تو پرانتز دوباره یه چیزی بگم. ببینید حزب کمونیست چین در کنگره سالانه 2 سال پیشش اعلام کرد که هنگ کنگ بخشی از ماست. در انگلیس 2 ساعت بعدش تمام میدیای انگلیس اعلام کردن که ما به 3 میلیون هنگ کنگی ویزا 1 ساله بدیم و بعد اینو به سیتیزنشیپ تبدیل کنیم. خب این اطلاعی نیست که 2 ساعت در بیاد. اینا 10 سال پیش این پلن بی رو داشتن و توی فایلشون بوده، اینجا میکشن بیرون و اعلام میکنن. اینا چیز سیاسی. حالا سری داستان آقای کریم سجادپور و این اصلاح طلبها امثالهم که ما میگیم، آره اینا اومدن. یک مورد دیگه که بخوام اشاره در امتداد این مسیر، تأسیس تلویزیون من و توه.
خب سالیان سال ما ایرانیان نمی‌دونیم که اینو کی پولشو میده، چرا تشکیل شده، چرا این فقط ساز و آواز رو نمیدونم شام بخور رو نمیدونم شعر یادت نر از این داستانا پخش میکرد و نسل جوون رو در ایران داشت مخشون و ذهنشون رو شستشون میداد در زمینه در رابطه با رژیم شاه قبل از 57 که چقدر اینجا مدینه فاضله بوده، بهشت بوده، بهشت بدین بوده و همه اصلا دیگه از لب و لوچه جوونای 70 80 90 دیگه آب سرازیر شد. این کاری که اینا کردن و نیومد تو سیاست. حالا آقای حسن اعتمادی که یکی از افرادی بود که در شروع این کار کرد اومده گفته که در صحبتاش که آقا جون این من و تو رو آقای کیوان عباسی، خب ایشون که در لس آنجلس پدرشون یه تلویزیون کوچیکی داشت، خود تجربه داشت، ایشون خانمش هم از یهودی اسرائیلی هستش، خانم مرجان. این اومد پسر آقای حسن اعتمادی صدا زد رها اعتمادی که بیا میخوایم یه تلویزیون با هم راه بندازیم. بعد میگه فاندش که میگه فاندش پنتاگون میده. حالا اینا میگن پنتاگون فاند اینو داد. خب پس این پس مشخص شد که 10 سال داشت چه کار میکرد، یک طرح پلنی داشت آمریکا و داشت روش کار میکرد. بعد من رفتم چیزای تلویزیون مناتو به اسم مرجان تیوی ثبت شده در انگلیس و در انگلیس شما میتونیم بریم توی گوگل بزنیم کمپانی هاوس و اون کمپانی اسمشو بزنیم و تمام اطلاعات کمپانی در میاد براتون. این تلویزیون مناتو در سال 2018 19 20 و 21 که تا الان گزارش مالیش هست حدود 80 خردی میلیون پوند یا بیش از 100 میلیون دلار چیزش ماینس منفی حسابش، یعنی ضرر داده. درست، ولی خوب کارش داره ادامه میده. حالا اینا همه هیچ اتفاقی نیست. اینا جمع شد و توی مصاحبه آقای کریم سجادپور به پوریا میگه که بله من با این دوستانی که میخوان قراره که ائتلاف نمیدونم یا اعلام مشترک هر چیز خبر مهمی قرار بشه، من با این دوستان رفیقم، تماس دارم، فلان دارم. و بعدم میگه که آره منم رفتم با ایلون ماسک توی سیلیکون ولی باش ملاقات کردم برای استارلینک. ایشون به اصطلاح چیزه دوست ایرانی داره و غذا ایرانی خیلی از این دو صحبت ها، یعنی خلاصه رابطه بین اینها با چیزم آقای سجاد بود. بعد یه دفعه ما چند روز بعد دیدیم این پیام مشترک سال نو آقای رضا پهلوی و مسیح و حامد و دیگران اومد بیرون با هم. بعد از این داستان که این پیام اومد بیرون پشتش فتنه وکالت رو راه انداختن. درست؟ یعنی در واقع یک مسیریه که مشخص. حالا چه کسانی دوستمون اشاره کرد آقای دکتر ناصر باباخانی گفتن که آره آقای رضا پهلوی 86 نفر افرادی که توی چیز داشتن خیلی از اینا از اون اصلاح طلبا بود کسایی که از اون. ببینید چرا سلطنت طلبای استخوان‌دار قدیم همه رفتن کنار، همه زدن کنار، هم این دفعه گفتن که این توطئه سپاه بوده. ببینید اتاق فکر رژیم که این وکالت رو پشتیبانی کرده توسط بابک احسانی در منوتو یا این آقای سعید حافظی نمیدونم افراد دیگه، ببینید این اتاق فکر وصله به اون اتاق فکری که در آمریکا کار میکنه. اینا در یعنی از قدیم که اون عالمان روشنفکران ما میگفتن استعمار و ارتجاع یه چیز واقعیه، اینا به طور نزدیک تنگاتنگ با هم کار میکنن. خب حالا من این توضیح رو دادم که بیام به چی برسم. ببینید ما اگر میخوایم در این جناح انقلاب، جناح مقابل برای حقوق حقی ملت هامون مردم ایران بجنگیم، ما نمیتونیم پراکنده اونها میلیاردها خرج میکنن، میلیاردها و بلنگوهای آنچنانی درست میکنن، ملاقات ها، افراد، فلان، تحقیقات، ریسرچ، هر روز. ببینید وقتی این داستان وکالت چند روز پیش با مشکل مواجه شد، پشتش ما خبری چی رو داشتیم؟ خبر رفتن وزیر خارجه قطر به تهران و فرداش یا دو روز بعدش خبری چی بود؟ اگه دقت کنین خبر رابرت مالی اعلام کرد که ما خواهان رژیم چنج نیستیم در ایران. خب قبلیش هم رژیم چنج نبود با آقای رضا پهلوی. در واقع همین معذرت میخوام همین سپتیکی که در ایران وجود داره
جمهوری اسلامی میخواستن عمامه رو بردارن و تاج بذارن جاش. یعنی آقای رضا پهلوی اول ازش قول گرفتن بارها که این سپاه بدنش، این نیروی انتظامی، این بسیج بمونه سر جاش، یعنی اسکلت جمهوری اسلامی سر جاش بمونه. حالا شاید اینا زده من بکنم، مثلا میگم با ونزوئلا که الان راه رو باز کردن و نفت میخرن و فلان اینا، یه چند ده میلیارد هم آخونده ببرن اونجا قایم بشن، مثلا همون کاری که دور برای هیتلر رفتن تو آرژانتین قایم شدن. ببینید اینا اومدن این صحنه رو تا اینجا پیش بردن که به اصطلاح بیان چیکار کنن، آقای رضا پهلوی رو جانشین کنن برای یه مدتی، همون به نوعی مثل سال 57 که خمینی و بازرگان اینا رو آوردن، این دفعه مدل 45 سال بعدش جدیدش، که خوشبختانه این طرحشون با شکست مواجه شد، عقب نشینی کردن. حالا ما این بر در جبهه انقلاب چه کار باید بکنیم؟ آیا یک تیم فوتبالی که توی مثلا ما بریم از خیابون‌های یک شهری جمع بکنیم 10 نفر 11 نفر رو، خیلی فوتبالیستای خوبی باشن، جمعشون بکنیم، میتونیم در مقابل تیم بارسلون، نمیدونم منچستر یونایتد، لیورپول یا تیم‌های معروف دنیا مقابله بکنیم؟ مسلماً نه. ما بایستی همونطور که اونها شب و روز دارن با پول و امکاناتشون نقشه میکشن، توطئه میکنن، ما هم بایستی یک اتاق فکر داشته باشیم این طرف. یعنی خلاصه میخوام بگم تا زمانی که جبهه انقلاب یک اتاق فکری متشکل از احزاب، گروه‌ها، جریانات مبارز و افراد و شخصیت‌هایی که دوستانی که بعضیشون الان اینجا حضور دارن و جوانایی که الان دارن شب و روز کار میکنن و تو دانشگاه‌های مختلف دنیا، آکادمیکن، تو تکنولوژی، حتی دیجیتال تکنولوژی و سوشال میدیا و امنیت ارتباطات هستن. ببین یه اتاق فکری باید متشکل از اینا باشه، یک کمیته مالی باشه که حمایت کنه، که مورد اعتماد باشه، از این به اصطلاح جریان حمایت کنه که بتونه نمیدونم فعالیتاشو انجام بده جایی که نیاز داره. و به هر حال تا اینو ما تشکیل ندیم که افراد ما هم هر روز آخرین اطلاعاتو بتونن تجزیه تحلیل بکنن، ما نمیتونیم با اونا مقابله بکنیم. این جاییه که به نظر من بایستی روش کار بشه و هرچی سریعتر اگر میخوایم در مقابل شد، و الا اونها میبرن و میرن جلو. اونها دست بالا رو دارن. یه تیم فوتبال میاد میخواد چیز کنه، اول میره بهترین فوتبالیست ها رو میاره و بعدش بهترین مربی ها رو میاره و بعدش میاره حتی تیم های آنالایز داره که اگر طرف مقابل اومد در نمیدونم فورواردش فلان بازیکن رو عوض کرد، یکی دیگه رو آورد با این سرعت، با این قد، با این تجربه، با این نمیدونم سن، من باید کیو بذارم اونجا، چجوری عوض کنم؟ درست؟ این در واقع یک بحثی هم هست. کتابی هم آقای حسین لاجوردی نوشته بود، رئیس انجام، میتونیم دعوتش کنیم اگر خواسته تو جلسات دیگه، در مورد همین پارلمان فکری سالها پیش نوشت که رئیس انجمن پژوهشگران ایران هستش ایشون، و یا افراد دیگه هستن، دوستان مجرب هستن. این صحبتی بود من خواستم بکنم. امیدوارم که سرتون درد نیاورده باشم و ممنونم که گوش کردید. درود بر شما. مرسی جناب دکتر توکلی، مرسی از صحبت‌های مفیدتون. جناب یوسف عزیزی خیلی خوش آمدید، مرسی که به اسپیس ما آمدید. بفرمایید صحبت شما رو میشنویم. من سلام دارم به دوستان خانم ها آقایان. اولین بار توی این اسپیس مشارکت میکنم. البته قبلا در کلاب هاوس ها بودیم، منتها این تجربه جدیدیه، ظاهرا تشابهات هم زیادی. به هر تقدیر اینجا عنوان نوشته که نگاه دقیق حقوق ملت ها از منظر علوم سیاسی، و خب دوستان از جنبه‌های مختلف این مسئله ملت ها را
بررسیدند و هر تقدیر هر کدوم بنا به تجربه‌ای و هم سودمند. منتها من به چند مورد میخوام اشاره بکنم. البته سخنران قبلی آقای توکلی در واقع به مسئله اشاره کردند که در توازن بین سه عامل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خب در واقع شاید قدری تأثیر عامل بین‌المللی را برجسته کردند و البته در مواردی هم اینجوریه، یعنی بخصوص در باری ایران و شاید اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به نوعی این یعنی تأثیر بخش بین‌المللی روی رخدادهای ایران. خب همتون میدونید که این هر تحول و دگرگونی در مرحله اول برخواسته از کنش های داخلی ایران هست، در مرحله دوم تأثیرات منطقه‌ای و در مرحله سوم که البته اولویت هست، در واقع سوم که میگیم اولویت اون جنبه بین‌المللی تأثیرات هست. بر تقدیر این نمیدونم سرنوشت قضا و قدر هر چی اسمش رو بگذاریم این منطقه است و اینم خب ناشی از عوامل مختلفه. یکی ثروت‌های زیرزمینی و روزمینی و اماکن مقدس مذهبی و عرضم حضور شما و خیلی مسائل دیگر که الان ممکنه به ذهن آدم نرسه که این تحول را در این منطقه مشکل کرده. یعنی شما ببینید این تحولات دموکراتیک، حالا اروپای غربی که حالا در قرن بیش از یک قرن اینا نشون میده. حالا از تحولات تو ایران بگیم، از مشروطیت و تحولات مصر هم از در واقع انقلاب در واقع اوایل قرن 20 مصر، زغلول-پاشا و بعد از اون بعد از اون دگرگونی های بعد از اون و مسائل مختلف، همه اینها حالا بعد بهار عربی اخیراً، همه اینها باعث شده که ما این نتیجه برسیم که تحول در این خطه از عالم مشکله. این تحول به سوی دموکراسی، به سوی توسعه متوازن بین مؤلفه‌های ملی و همانند اونها مشکله. منتها خب ملیت ها هم در این جغرافیا از کار نمیشینن، یعنی خودشون رو محکوم قضا و قدر سیستم ژئوپلیتیک جهانی قرار نمیدن. به قول یک شعری از شاعر معروف عراقی هست، البیاتی، که میگه گوزنان با شاخهایشان دیوار مهار را
سوراخ میکنن یا بر دیوار محال در واقع با شاخهایشون میکوبند. خب دیوار محال این تحول خواهان جامعه، حالا ما ایران رو در نظر بگیریم، همین کار رو میکنند. یعنی سعی میکنند این دیوار محال رو با خودشون که گوزنن، گوز که میدونید یک حیوان زیبا و یعنی تقریبا موذی هم نیست برای انسان، بلکه انسان همیشه چیزش کرده، این وضع را ایجاد کرده. بر تقدیر من فکر میکنم مثلا کاری که مثلا کردهای سوریه میکنن، خب این هم کوشش در دایره محاله. یعنی در سوریه اینها حدود 11 ساله دارن خود مختاری خودشون رو حفظ کردن، حالا با هزار بند بازی و خیلی سریع هم میگن ما فدرالیسم میخواییم در سوریه. این رو من چون دنبال میکنم زبان عربی و میشناسم هم برخی از روشنفکرانشون را، میدونم که این را مطرح میکنن بدون خیلی تحفظاتی. در عراق هم که به هر حال کردها همون از من لاغر از دوره ملک فیصل بچه بودم دنبال میکردم مبارزه کردها در عراق را. یعنی مجبور بودیم همیشه، ما که اون زمان رادیو تهران را که کسی نمیتونست بگیره، این امکانات تکنولوژیک نبود، رادیو بغداد بغل گوش ما بود، همیشه رادیو به طرف رادیو بغداد چیزش بود، پیچش بود. بعد هم دوره همون ملک فیصل، هم دوره عبدالکریم قاسم، هم دوره عارفی، هم دوره ارزم بزرگ شما بعد حسن البکر و صدام حسین، همیشه کردها میگفتن که ما خود مختاری میکنیم. و اواخر حدود 10-15 سالی قبل از سقوط صدام هم گفتن ما فدرالیسم میخوایم. حالا صدام البته هم اونها خود مختاری داد، منتها اختلافاتی سر کرکوک و نفت و اینا پیش اومد، وگرنه خب اون هم تقریبا تسلیم شد. منظورم اینه که کردها در اونجا، هم در سوریه و هم در عراق، حالا سوریه که اصلا تاریخ مبارزاتشون قابل قیاس با تاریخ مبارزات ملت کرد در ایران نیست و حتی با عراق، ولی خیلی سریع میگن ما فدرالیسم میخوایم. ولی در ایران خب ما احزاب کردی استخونداری داریم، اونا قدیمی هن، نوعی از قدیمترین حزب‌های مدرن ایرانند. ولی وقتی میشنویم، حالا این رو من در کرد کانال هم گفتم، یعنی چیزی نیست که مطرح نکرده باشم، که چرا ضعف در مقابل گفتمانی که حالا آقای جلالی تهرانی خوب توصیفش کرد، گفتمان سلطنتی که به هر حال گفتمان از تاریخ مصرف گذشته است، منتها یک عده میخوان این را دوباره تجدید بدن. این حالا برخورد دیپلماتیکه یا این برخورد به هر حال خیلی تاثیر میذاره در رسانه‌های بیننده و حتی صحبت از چیز نمیشه، فدرالیسم که هیچی، از حقوق هم
خیلی خیلی یعنی یواشکی در واقع صحبت میشه و خب دیدیم البته واکنش خود جامعه کرد را در فضای مجازی که نقض کردن این حالت را به این خب البته از نشانهای یک جامعه سالم و متحوله و بعد بعضی تجدید نظرها از طرف این دوستان رهبران مختلف انجام شد. منظورم اینه که من نمیدونم چه افسونی هست در جامعه ما که این ملیت مسلط که این جور چیز داره، ابهت داره که رهبر یا سخنگوی کرد به هر حال قدیمی و خیلی معتبر یا اون یکی به این شکل برخورد میکنه و این امیدوارم با همین چیز نقدی که خود در وهله اول خود جامعه کرد انجام داد، چون جامعه کرد در روی زمین یک جامعه فورانی الان، یک جامعه رادیکاله اساسا، یعنی با این گفتمان حالا خب این دیپلماسی ها گاهی البته در یه حدی لازمه ولی نه به شکلی که این تصور را ایجاد بکنید که ضعفی داره نشون داده میشه. منظورم اینه که خب من یه سری شعارهای کردستان را گرفتم از خود بچه های کرد و نشون میده خب اونجا برحال یک گفتمان ناسیونالیستی دموکراتیک ازم حضور شما قدری از گفتمان چپ اینها اونجا حضور داره، خودش نشون میده، بیان میکنه. حالا این رسانه هایی که شما بهش جران اصلی این شعارها را ترجمه نمی کنن یا اصلا پخش نمی کنن، در اونجور که در مورد آذربایجان پخش نمی کردن. آذربایجان هم در این 4 ماه اندی بارها اون شعار آزادی، عدالت، ملی حکومت رو دادن، پارچه نوشته بلند کردن، فلان کردن. اینا من ندیدم این رسانه ها پخش کردن مگر رسانه های خود بچه های فعالان ترک. ولی خب این فایده نداره. حالا دوستان صحبت کردن از تاثیر رسانه ما. ببینید من باز ارجاع میدم به مثلا رو سوریه. این کردهای سوریه هم هیچ رسانه‌ای نداشتن توی این انقلاب 2011 به بعد. رسانه‌های رسمی عربی حاکم بر سوریه اینا را اصلا بایکوت کرده بود. اپوزیسیون سوریه اینها را بایکوت کرده بود ولی با اراده خودشون، با مبارزه خودشون تونستن الان 11 سال یک خودمختاری اونجا را بندازن و چیز بکنن، تصویت بکنن. اینا هنوز هم یک فاکتور مهمی هستن در سوریه. بنابراین حالا نه اینکه من بگم این رسانه ها بی تأثیرند، رسانه های فارسی، نه، خب همین نقش BBC را در انقلاب 57 بیاد داریم، منتها نه اون شکلی که فکر میشه، بخصوص الان با این انقلاب انفرماتیک و ماهواره ها و نمیدونم اینترنت و اینجور مسائل و فضای مجازی و سوشل مدیا، این تأثیر اینها کمتر میشه. البته خب بیشک یک تلویزیون میتونه تأثیر خودشو بگذاره ولی نه به اون شکل که مثل 57 سرنوشت ساز باشه. و گفتم تجربه سوریه نزدیک گوش ماست، یعنی نزدیک در واقع به ماست. این از این مسئله. و یک مقداری من اشاره بکنم به یه سری تشابهاتی که این برهه زمانی با
برهه بعد از مشروطیت داره، یعنی 1299 به بعد از کودتای 3 اسفند 1299. اگر کسانی تاریخ معاصر ایران را خونده باشند، حالا من چون یک مقداری هم راجع به تاریخ خودمون و شیخ خزل و اینها چیزا تمرکز کردم روی این قضیه، میبینیم که توی این برهه، یعنی مشروطیت حالا که میاد و آمیزه هم از دموکراتیسم و ناسیونالیسم پارسی و فلان اینا هست، ولی اینها با هم در کشمکشند، هنوز هیچ کس غالب نیست. تا اینکه خب میدونیم بعد از کودتای 1299 چی شد. و این مسئله، یعنی تو این بحبوحه قبل از آمدن تاجگذاری رضاخان در 1304، توی این برهه، توی این بازه زمانی بحث های زیادی میشه. این فدرالیست ها هم فعال بودن، زنده بودن. یک گروهی به نام اتحاد ترقی بود که مال گیلان بود، نماینده هم داشتن تو مجلس سوم مشروطیت، مجلس دوم و سوم اینا نماینده داشتن. منتها این جریان پلورالیست فدرال خواه که البته بیشتر بین ترک ها، گیلک ها و فلان اینا بود، چون میدونید عربستان و شیخ خزر اصلا شکل سیستم سیاسی خاص رو داشت، نیمه مستقل بود زیاد. اصلا کسی در مشروطیت در اهواز آبادان و محمد و اینا کسی شرکت نکرد، چون جزو عملا یعنی اسما جزو ایران بود ولی عملا جزو ایران نبود. و این باعث شد که اون فضا، مثلا اون ناسیونالیست های مثل علی دشتی و عرضم بزرگ شما، بعد ملک الشعراء بهار و بعد حتی اونهایی که ضد رضاخان بودند، عشقی و شاعرها و عارف قزوینی و فلان اینا، هم یک جو ناسیونالیستی رادیکال ایجاد شد که این عدم تمرکز در ایران را به هم بزنه. حالا خب شما مشکل داشتید با سیمیتقو، با نمیدونم خیابانی، با شیخ خزر فلان اینا، خب همون سیستم را ادامه میدادید، اینا را عوض میکردید یا هر چی تغییر میدادید. منتها اونها نمیخواستن سیستم چند قرنه مملکت های محروسه را ادامه بدند. میخواستن به جای مملکت استان تشکیل بدن که تغییر بکنند این خلق ها و ملیت ها و فلان اینا را. بر تغییر اون فضا یک فضایی شد که فضای ناسیونالیستی سرشار از عرب ستیزی، دگر ستیزی، ترک ستیزی فلان اینا، که اول خود ترک ها که نقشی هم مهم داشتن در مشروطیت دیگه را همه میدونیم، اونها را کوبیدند، بعد سیمیتقو، بعد فلان اومدن تا آخر شیخ خزر را قلقم کردند. زمینش را همین نشریه آینده و کاوه که به هر حال از نازی ها هم پول میگرفتن در آلمان و تاثیرشون روی رضاخان و دسته فروغی و فلان اینها. منظورم اینه که جناب خیلی ازتون عذرخواهی می‌کنم چون پایان اسپیس هم هست، این بچه‌ها دستشون بالاست، اگه جمع‌بندی کنید ممنون میشم. عذرخواهی می‌کنم. باشه من پوزش می‌خوام. خلاصه من میخوام بگم که این فضا تشابهاتی داره. فضای کنونی باز هم یک فضای ناسیونالیستی، پانیرانیستی، پهلویستی فلان اینها، و باز این میخواد مقاومت کنه در مقابل این ایده عدم تمرکز، چون عدم تمرکز 100 سال از بین رفته. یک سیستم سیاه و تیره در تاریخ ایران
وجود اومد که چیزه شاهدش هستیم، پهلوی و جمهوری اسلامی. من فقط میخواستم بگم که یک سری تشابهات هست، ولی خیلی خیلی کمیکه این تشابهات تاریخی و به نظر من این جنبش ملیت ها جنبشی است که به هر حال ریشه تاریخی و چند قرنه داره که برای 100 سال خفه شد، ولی الان باز داره نفس میگیره و فکر میکنم که در آینده هم رشد و نمو بیشتری داشته باشه. ممنونم و بازم پوزش میخوام از اطاله کلام. ممنونم جناب یوسف. جای بس خوش بفرمایید احمد جان. جای بس خوشحالی است که امروز ما رنگین کمانی از ملت‌های مختلف رو توی اسپیسمون داشتیم و فقط میخواستم از این فرصت هم استفاده بکنم که دوستان فردا جمعه هست و وضعیت امنیتی شهر زاهدان بسیار ملتهبه. امروز ما هلیکوپترها و پهپادهای زیادی توی آسمان شهر زاهدان با هدف ایجاد رعب و وحشت بین مردم پرواز کردن و بازرسی‌های بسیار زیادی داشتیم، ولی ما همچنان تو بایکوت خبری قرار داریم و خواستم که اینو بگم به هموطنان که فردا رو فراموش نکنن و شما همتون میتونید رسانه ما باشید. ممنونم و دوستایی که چون آخر اسپیس هست، دوستایی که جا هستن صحبت میکنن و آقای کاک خالد هم جنبندیشون رو حتما ارائه میکنن. من نمیدونم سروه جان نوبت احمد مرسی عزیزم. نوبت هاوین است، اگه هاوین صحبت کنم بعد میریم سوقت بچه. بفرمایید هاوین. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و بزرگان اساتید محترم. امشب واقعا من از حرفای دوستان فیض بردم، اسپیس خوبی بود. از ناصر باباخانی تشکر میکنم و کلیه بزرگان. یکی دوتا مطلب بود، دوتا مطلبش کاک بیروز بود که رفتش، میخواستم به زبون خودم بهش بگم بابت کنفرانس دیشبش. خیلی ممنونم ازش بابت یه پستم گذاشته بود که تمام حزب‌ها و اپوزیسیون‌های مرکزگرا روی هم رفته، یک صدم حزب دموکرات کردستان صدا و عضو ندارن. بابت اون حرفشم اون پستشم ازش ممنونم. هرچند من حزبی نیستم، اما این که کسی که میاد واقعیت‌ها رو میگه من به شخص ازش تشکر میکنم. اومدم یه مطلب دیگه بود از دوستانی که از طرف کردها حرف میزنن. خواهشم اون چیزی که هست واقعیت رو بگیم. من از اونم تشکر میکنم، واقعیت میدونی ما رو بگیم، اونی که ملت کرد چی میخوان همون مطلب رو ادا کنیم و از اینکه از ما دفاع میکنین همه جا ازتون ممنون و سپاسگزارم. اما اون واقعیت رو من کرد به شخصه میپسندم، اون چیزی که هست و بیان کنیم و اگه کسی هم متوجه نمیشه حتی میتونن ما ترجمه کنیم سر مزار شهدامون، میتینگایی که اونجا راه میفته، مردم با چی میخوان. این از این بابت یه مورد دیگه هم دیدم، یه نفر بود که هر زن نمیخوام پینگ پونگ بشه، اما منم یه پسر کردم، اول دوست دارم خودم رو نجات بدم، وقتی خودم رو نجات بدم میتونم دیگران رو نجات بدم. پس من اول به اقلیم کردستان فکر میکنم نه به ایران. اگه اقلیم کردستانی درست شد موقع اگه منم توانش رو داشتم 100% میام، نه تنها ایران تمام دنیا رو نجات میدم. اما اول به فکر خودمم. این چیزیه که من از بچهای میدونی و سر خاک و شهدامون شنیدم و اونایی که اونجا هستن. از اسپیس خوبتون خاتون زند، کاک احمد عزیز، خانم اسما ممنونم و از اینکه این بزرگان رو دعوت کردین سپاسگزارم. مرسی. درود بر تو. مرسی هاوین جان. یونایتد عزیز خیلی خوشحالم که اینجا هستی، صحبتت میشنویم. عزیزم بفرمایید. سلام به همگی، سپاس فراوان به خاطر اسپیس خیلی خوبی
خودتون و مهمونایی که دعوت کردید. من فقط 2 سوال داشتم، البته یه سوال یه پیشنهاد. میخواستم ببینم اگه مهمانان خوبتون اگه هر کدومشون بتونن جواب بدن. خانم هیلاری کلینتون جدیدن یه پتیشنی باز کردم، میخواستم ببینم که نظر دوستان که در مورد سیاست خارجی آمریکا اطلاعات بیشتری دارن چی هست در این زمینه و چرا خیلی بولد نمیشه و حمایت نمیشه. و پیشنهاد بعدی من اینه که با توجه به صحبت‌هایی که دوستان کردن، من فقط به عنوان یه شهروند عادی دغدغه من که سعی میکنم شهروند باشم، میخواستم ببینم که فکر میکنم آقای جلالی تهرانی هم از مضمون حرفاشون یه همچین چیزی برمی‌آمد، آقای توکلی هم اشاره کردن که شاید ما نیاز داریم که واقعا به صورت پروفشنال و حرفه‌ای یه اندیشمندانمون رو جمع کنیم، حمایت کنیم و به صورت حرفه‌ای پیش بریم در مسیر انقلاب. میخواستم ببینم که اگر دوستان صلاح میدونن یا این فقط یه آیدیاست، یه فکریه که ما میتونیم، من میدونم که حمایت مالی مهم هست، ولی اگر این حمایت مالی از طرف افرادی بیاد که بیزینسمن هستن یا بیزینس وومن هستن که بخوان بیان ساپورت بکنن، بالاخره وقتی که فردی بیزینس هست معمولا دنبال شاید یه منافعی رو هم پشتیبانی، یعنی انتظارش رو داشته باشه. ولی می‌خواستم ببینم که ما شهروندای عادی میتونیم مثلا به عنوان پروژه گوفاندمی باز بشه و همه یه مبلغی رو اهدا کنیم و شاید بتونیم، حالا آقای توکلی اسمش رو گذاشتن اتاق فکر، ولی خب مسلما این نیاز به این هست که افراد مورد اعتماد و شناسا این کار رو انجام بدن که همه بتونن بهشون اعتماد کنن. می‌خواستم ببینم که همچه آیدیایی هست، شاید احزاب بتونن تو صحبتاشون بحث کنن که اگر حمایت مالی نیاز هست شاید بشه از این طریق این کار انجام بشه و اندیشمندان ما بتونن با فراغ بال بیان و تمام تمرکزشون رو روی این مسیر انقلاب بذارن و همه بهره مند بشن ازشون. ممنونتون، خیلی ممنون از اسپیس خوبتون، دوباره سپاس. مرسی یونا که جا حتما دوستان جواب خواهند داد. کاوه جان خیلی وقتی دستت بالاست، بفرمایید. درود به همه دوستان، ممنون از اسپیس خوبتون و مهمونای عزیز و همه صحبت‌هایی که کردن. می‌دونم به وقت خیلی سریع 3 نکته رو اشاره کنم. یکیش هم اتفاقا در راستای صحبتیه که دوست عزیزمون یونایتد دارن گفتن در خصوص این که یک کار مشترک به عنوان اتاق فکر داشته باشیم. من فکر می‌کنم توی این مرحله آخرین چیزی که ما نیاز داریم پوله. این چیزی که توی این مرحله ما بیشتر بهش نیاز داریم بحث اندیشه است و ما سرمایه و اندیشه کم نداریم. تنها فکر کنم یکی از روش‌های مختلفی باشه که ما بتونیم تولید محتوا و اندیشه بشه توی یک مدیومی که بتونه به صورت سالم و در فضای آکادمیک بتونه نقد بشه و به طور خاص این اندیشه و فکر در راستای تعریف آلترناتیو های دموکراتیک غیر متمرکز آینده ایران باشه، نه فقط به صورت عنوان یا مثلا یه بحث کلی، بلکه این شکل که تا حد زیادی از دیتیل های این محیط تعریف بشه. یکی از راه‌های دیگه هم اینه که پروژه‌های دانشگاهی مثلا مستردیگری خیلی کوتاه یا مثلا به صورت اینترنشیپ، این فاندینگاش خیلی ساده است. اساتیدی که هستن مثلا کسایی مثل دکتر کامران متین و خیلی از دوستان دیگه که جای دیگه هستن میتونن همچین پروژه‌هایی رو استارت بزنن، ولی ماها نیاز شاید به مدیا تلویزیون و مدیای بزرگ نداشته باشیم، ولی خودمون میتونیم از پلتفرم‌ها استفاده کنیم برای تولید محتوا بر اساس اون اندیشه‌ای که اونجا تولید میشه. نکته مهم اصلی اینجا اینه که اون جزئیاتی که شکلی که اون سیستم های پیشنهادی قرار جامعه داره بشه خیلی خیلی مهمه. عنوان های کلی شبیه مثلا اینکه یه قانون اساسی مترقی باشه، چی باشه، اصلا این هیچ تضمین اجرایی نداره. اینو در این مورد گفتم. بعدش یه صحبتی بود در مورد
در خصوص کار میدانی خارج از کشور که در راستای این صحبت عنوان این اتاق و این اسپیس هستش که دوستانی که تو شهرهای مختلف خارج از کشور هستن بتونن یک حالت یه فراخوان بدن، دوستانی که سرشناستر هستن یا میتونن از رابطشون استفاده کنن، یه مرکز همکاری ملت‌های ایرانی رو اونجا راه اندازی کنن و این میتونه خودش رو توی کارهای میدانی تظاهرات مثلا هفتگی شنبه ها خودش رو نشون بده. این یه گزینه. یه مورد و مورد آخرم این که در خصوص این که ما چطور میتونیم مقابله کنیم با حجم مدیایی و این که صحبتی که دوست عزیزم آقای یوسف فرمودن در خصوص این که تلاشی هست و قبل از ایشون هم آقای دکتر بهروز که صحبت میکردن در خصوص تلاش در راستای دزدیدن مثلا انقلاب و یه کودتای نرم، این که فکر کنم این خطر کاملا رفع شد و اتفاقا خیلی به نفع جریان مترقی تموم شد و مهمترین مکانیزم دفاعی ما در این زمینه اینه که کاملا ایگنور بشه و اینو به موضوع بحث و گفتگو تبدیل نکنه. ممنون از وقتی که دادین، ممنون از همه دوستان، شبتون بخیر. درود بر کاوه جون، مرسی. حافظ از خیلی خوش اومدید، صحبت‌های شما رو میشنم. بفرمایید. بله مرسی. سلام دوستان، عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز، مخصوصا برگزار کنندگان این اسپیس. خیلی خوشحالم واقعا. من هر وقت اسپیسی رو اینجوری که بتونه کل فعالان سرتاسر ایران از ملیت‌های ایران رو دور هم جمع بکنه من خیلی خوشحال هستم. چیزی که من میخواستم بهش اشاره بکنم از موضوع اسپیس که از همبستگی میخواستم بگم که واقعا دوستان همونقدر که جمهوری اسلامی از همبستگی ملت‌های ایران میترسه، واهمه داره، اپوزیسیون راستگرا و افراطی و تمامیت خواهم به همون اندازه از این همبستگی میترسن. به خاطر همینه که حتی در خیلی جبهه‌ها دو طرفشون متحد میشن علیه اپوزیسیون ها یا فعالان سیاسی ملیت های ایران. من فقط میخواستم به یه نمونه اشاره کنم در مورد این که چقدر اینها به خاطر در مورد همبستگی ملیت های ایران حساس هستند. زمانی که بار اول سال 2019 خواهر من توسط نیروهای امنیتی در سنندج دستگیر شده بود و مدت 7 ماه در زیر بازجویی و شکنجه بود، میگفت یه مسئله ای رو که خیلی بهش حساسیت داشتم و صدها بار خواهر من واسش بازجویی شده بود، مسئله کمک رسانی به سیل زدگان لرستان بود. میگفت که مدام اینقدر عصبانی بودن و می اومدن و صدها بار خواهر من رو بازجویی کرده بودن که تو به چه حقی رفتی و به مردم لرستان کمک کردی. این واقعا یه ببینید حکومت‌های ایران، حکومت‌های پی در پی ایران، چه در دوران شاهنشاهی و دوران جمهوری اسلامی، مدام کاری که کردن به قول شعار خودشون تفرقه بیانداز و حکومت کن، در این زمینه حتی هزینه‌های هنگفتی رو صرف کردن که این تفرقه ایجاد بشه، چه از لحاظ رسانه چه از لحاظ تحقیر کردن ملیت‌های ایران، خودبرتری و حتی یادمونه من مثلا پدر من که یا عموهام که میرفتن شهرهای دیگر ایران واسه کارگری، وقتی برمیگشتن میگفتن که احساس میکردن که توی کشور دیگر هستن، اینجوری باشون برخورد میشد. یعنی اینجور حس تحقیر، حس کمبود
در بین ملیت های ایران همیشه این رو رواج دادن و این همبستگی که امروز ما در خیابان های ایران میبینیم و اینجا هم در خارج کشور بین فعالین سیاسی ملیت های ایران میبینیم واقعا شگفت انگیزه و این رمز موفقیت ماست در این مبارزه. میدونم که ما امروز با سانسور رسانه روبرو هستیم. من میخوام از اینجا از همه دوستانی که در این کمپین شرکت میکنن تشکر کنم بر علیه این سانسور رسانه. خیلی مهمه، ولی همزمان ما باید بیشتر منسجمتر از همیشه بتونیم این به عنوان مثال اسپیس های مثل همین که شما امروز برگزار کردید بتونیم فعالین مدنی و سیاسی ملیت های دیگر ایران رو دور هم جمع بکنیم. چون واقعا ببینید تا 5-6 ماه پیش من خودم مثلا همیشه فکر میکردم که ما در کردستان همیشه تنها بودیم، ولی وقتی با یه فعال سیاسی هموطن ترکمون یا بلوچمون یا عربمون هم بحث میکنیم اونا هم همین تفکر رو دارن یا داشتن. دلیلش هم همون نبودن رسانه بوده که ما هیچ وقت صدای همدیگر رو نشنیدیم، همیشه سانسور شدیم، تحقیر شدیم، سرکوب شدیم. ولی امروز به یمن سوشال میدیا الان در این اسپیس من میبینم دوستان عزیزی که از همه ملیت های ایران اینجا تشریف دارن. واقعا جا داره از دوستانی مثل بهروز بوچانی، آقای تهرانی، بقیه همه دوستان که در این 5 ماه مدام کار کردن از طریق تشکیل اسپیس های این گونه که بتونن فعالان مدنی و سیاسی رو دور هم جمع بکنن. همزمان که با این مصادره، با این سانسور باید مبارزه کرد، ولی باید دنبال راه دیگه‌ای که بتونیم بیشتر و بیشتر فعالان مدنی سیاسی ملیت های ایران رو دور هم جمع بکنیم، به حرفای همدیگر گوش بدیم و همبستگی داشته باشیم. ببینید زمانی که دکتر عبدالرحمن قاسملو با نمایندگان جمهوری اسلامی در سنندج که برای مذاکره آمده بودن به دکتر قاسملو میگن که ما با اون وقت میگفتن 6 ماده خودمختاری، میگفتن که ما میخوایم با این 6 ماده موافقت بکنیم. خب دیگه چرا دموکراسی برای ایران رو دیگه میخوای چیکار؟ تو چیکار به ایران داری؟ تو مگه خود دنبال حقوق کردها نیستی؟ دکتر قاسملو میگه که تنها ضمانت خودمختاری ما دموکراسی برای ایرانه، برای بقیه ملت های ایران. و اون وقت ایشون میگن که یکی از نقطه ضعف هایی که یکی از دلایلی که ما تنها موندیم اینه که این صدای دموکراسی خواهی در بین ملت های دیگه ایران همچنان مثل کردستان وجود نداره. این صدای حق طلبی که در کردستان هست متاسفانه در سال 57 بین ملیت های دیگه ایران نبود، ولی امروز خوشبختانه هر روز بیشتر و بیشتر صدای حق طلبی ما میشنویم و اینو باید ترویج داد. باید همدیگر رو ساپورت بکنیم، همدیگر رو صدای همدیگر باشیم در هر کجا که لازم باشه که این همبستگی رو هرچی بیشتر، چون واقعا ایران تنها با کردستان، حکومت جمهوری اسلامی تنها با کردستان از بین نمیره، تنها با ترک های آذربایجان از بین نمیره، تنها با دوستان عرب اهواز یا دوستان بلوچمون. من دیگه عرضی ندارم، فقط یه بار دیگه عرض ادب دارم خدمت همه دوستان، همه فعالان سیاسی از هر نقطه ایران و سر تقدیر برای همه جوانایی که جان خودشون رو در این 5 ماهه و در این 44 سال در مبارزه با جمهوری اسلامی دادن. مرسی، ممنون از وقتی که به من دادید. مرسی که مشارکت کردی. از کجا من الان بهت برمیگردم. دوستان ما حدود به 10 ماه این اسپیس ها رو میزنیم و متاسفانه اون زمان ما خیلی صدایی نداشتیم و من که خودم برچسب تجزیه طلب رو در توییتر بهم زدن و در هر گروهی که درست میکردیم بچه هایی که میومدن با من و کارو جان کار میکردن
متاسفانه اکانت اونا سوخته میشد و میرفتن تو لیست تجزیه طلبان فرقه پهلوی. به خاطر همین خیلی تلاش کردیم که تونستیم این اتاق‌ها رو فراهم بکنیم. خب از جای دیگه هم میشد که با مسئولان احزاب‌های سیاسی ارتباط گرفت و خوشبختانه ما موفق شدیم این کار رو انجام دادیم و الان میتونیم آزادانه صحبت بکنیم. آزادانه هستن در مورد اینکه ایران چند ملیتی هست. ما تقریبا 5 ماه پیش نمیتونستیم حتی اینم تو گروه های خصوصی خودمون هم صحبت بکنیم. بارها صدای بنده رو ضبط کردن، زیرنویس کردن در اسپیس‌های کلی من و اون چیزی که خودشون مد نظرشون بوده با اون ترجمه های مزخرفی که میکنن و در تایملاین پخشش کردن. مثل همون ویدئویی که از سنندج اومده بود که مردم فریاد میزنن زن زندگی آزادی و اونم با زبان کردی و اونا میگن جیان جیان پهلوی. یعنی خیلی چیزا رو دستکاری کردن ولی در نهایت پیروزی با ما بود چون ما متحد بودیم و مثل سال 57 نیست که کردها تنها باشن. الان همه یک صدا هستیم، تمام ملیت‌ها در کنار هم و من از تمام فعالان سیاسی از تمام ملیت‌ها خواهش میکنم که در کنار ما باشیم، هم صدا باشیم و هر پنجشنبه و دوشنبه ما این اسپیس‌ها رو ساعت 10:30 به وقت ایران داریم و خواهش میکنم از کسایی که اسپیس دارن و هماهنگ باشیم به خاطر اینکه همه ما یک جا جمع بشیم و اسپیس های مختلفی در کنار هم نباشه و تنها راهی که میتونیم حداقل در فیوچر در کنار هم باشیم و متحد باشیم این هستش که در اسپیس های همدیگه مشارکت کنیم و زمانها رو داشته باشیم که زمانی که دوستان اسپیس های دیگه دارن ما هم اسپیس نزنیم یا دوستان دیگه اسپیس نزنن به خاطر اینکه همه یک جا جمع بشیم. اون جمعیت زیاد نشان دهنده اتحاد ما هستش، همونطور که بعد از 44 سال مردم سراسر این جغرافیا به تمام جهان ثابت کردن که چقدر متحد هستن و برای یک بار قدرت مردمی رو به همه نشون دادن، نمایش دادن و شهرنشینان ناآگاهی که سالهای سال برای حق و حقوق خودشون ولی سرکوب شدن بالاخره به مقام شهروندی رسیدن و تونستیم در کنار هم یک صدا باشیم. من بازم از همه‌تون تشکر می‌کنم. از جناب دکتر ناصر باباخانی خواهش می‌کنم اگه برای امکانش هست جواب سوال یونایتد عزیز رو شما بدید و ما بعدش بتونیم جنبندی رو به دکتر خالد خیاط بگیم که ایشون هم میتونن جنبندی صحبتشون بکنن. اصلا جان اگه کامنتی داری کجا بفرمایید صحبت نایست. من معذرت میخوام. من میخوام فقط یک کامنت کوچیک دارم. بعدم یکی از برادران عزیزم از حزب رادیو توپاکی بلوچستان بهمن جان اینجا حضور دارن. خیلی خواهش کردم، قبول زحمت کردن. میدونم که تایمشون خیلی فشرده است ولی قبول زحمت کردن و اومدن صحبت‌های برادر عزیزم رو بشنویم. اما در مورد کامنتم ما حتی خودمونم داریم خودسانسوری میکنیم، اونم به این شکل که ما نمیاریم حقوق اصلی ملیت‌های موجود در ایران رو نمیگیم. وقتی که ما خودمون رو مسلح کنیم به علم و علوم سیاسی که حقوق ما هست، مسلماً این ماییم که مشخص میکنیم آینده ایران و حکومت آینده باید به چه شکل باشه. پس خواهشاً عزیزان من خودسانسوری نکنید. مرسی اسما جان، مرسی عزیزم. بفرمایید جناب باباخانی صحبت شما میشه. من نمیدونم جناب عزیزی بنی طرف تشریف دارن، خواستم یه سلامی بهشون بکنم بعد از 20 سال شاید بیشتر. وقتی که ما در مهاباد بودیم نشریه پیام کردستان رو داشتیم، تیتری که یک صفحه‌ای داشتیم اونجا اون زمان به نام میهمان کردستان که از شخصیت‌های غیر کرد دعوت می‌کردیم برای مصاحبه و عنوانی که برای تیترشون انتخاب کرده بودیم ایشون گفتن که ایران قبل از پهلوی فدرال بود. این عین تیتر ایشونه. به هر حال اگر در اسپیس حضور دارن عرض ادب و سلام دارم خدمتشون.
راستیتش این سوالی که خانم یونایتد مطرح فرمودن، این پتیشن بله هنوز اونطوری که باید شاید جان نیفتاده. من علت اصلیش رو هم برمیگردونم به وجود خانم کلینتون. یعنی این واقعیتیه که دموکرات ها در مماشات با جمهوری اسلامی الانش هم که میبینیم تا حد بسیار زیادی مماشات داشتن و مبدع این پتیشن، هرچند وقتی که به لیست اسامی امضا کنندگان این پتیشن نگاه میکنید در خود متن اصلی پتیشن کسی مثل ماریو گاسیوسا هست، برنده جایزه نوبل که من عاشق رمان‌های این مرد هستم. ماریو گاسیوسا پروی هست، یک سیاستمدار هست، برنده جایزه نوبل. تقریبا میشه گفت در حدود 15-20 برنده جایزه نوبل در اون هستن. سران کشورها و دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حضور دارن. بسیار پتیشن قدرتمندی است. حالا به کجا خواهد رفت؟ من تصور میکنم هر حرکتی با توجه به اینکه این اجماع بین‌المللی ایجاد شده در هیچ مقطعی از زمان، شما ببینید از ابتدای شکل‌گیری انقلاب ژینا، یکی از موتورهای محرکه این انقلاب فعالیت‌های خارج از کشور بوده. نفس همین اسپیسی که الان در اینجا ایجاد شده خودش نشون دهنده این هست که میتونه این گونه حرکت‌ها یک موتور باشن. شما این اجماع رو ملاحظه می‌فرمایید، از اخراج ایران از کمیته مقام زن در سازمان ملل، تشکیل کمیته حقیقتیاب برای جنایاتی که ایران مرتکب شده در سازمان ملل، عرض کنم خدمتتون 558 اگر اشتباه نکنم سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در پارلمان اروپا مطرح شده و الان قرار این مسئله در سطح سفرای وزرای امور خارجه مطرح بشه و پتیشن های از این دست که شخصیت های ادبی، سیاسی، اقتصادی برندگان جایزه نوبل، به نظر من بسیار حائز اهمیت. کمترین کاری که میشه کرد اینه که این پتیشن رو امضا کرد. به هر حال حرف زیاده در این مورد، امیدوارم که به همین مقدار بسنده کنید. من بسیار مشتاقم که در خدمت جناب آقای دکتر خیاطی عزیز باشم و جنبندی ایشون هم بشنوم. خیلی متشکرم. درود بر شما. مرسی جناب باباخانی. قبل از اینکه جناب دکتر خیاط بتونن جنبندی کنم اون صحبت‌های جناب بهمن رو بشنویم. خیلی خوش آمدین. بفرمایید، مایک در اختیار شماست. ممنونم. بنده بسیار دیر از اسپیس خبر شدم، اگر می آمدم حداقل به عنوان یک شنونده. عزیزان، یک صحبتی که من میخواستم بکنم این هست که یک ساختاری درست شده. ساختاری که در ایران هست ساختار شاه و رعیتی یه پیری و مریدی بوده. خب دلایلش بسیار زیاد است که چرا این به وجود آمده، ولی هست و بوده. اگر حداقل در دوران اسلام ما بیایم بررسی بکنیم، همواره یه خلیفه‌ای بوده و تحت افرادی که تحت اونها بودن، یا شاهی بوده و رعایا بوده، یا وکیل و رعایایی بوده و رعایا بوده، یا پیری بوده و مریدی بوده. یعنی این مردم مزاجشون متاسفانه همینطور ساخته شده. عادت به دستبوسی داره، عادت به این که یک نفر رو قهرمان پروری، حتی اگه ما بیایم شاهنامه رو بررسی بکنیم، شاهنامه مسیرش همین بوده، یعنی قهرمان پروری. اون چیزی که اصلا ذات انسان‌ها تا روزی که به پیشرفت و آگاهی بسیار بالایی رسیدن تا امروز باشه، اساطیر در تمامی تمدن‌ها جایگاه داشته. ولی دنیای امروز که با علم رقمه، یعنی یک ارتباط قوی پیدا کرده، هنوز ما می‌بینیم که در جغرافیای ایران یک فرد میاد خودشو وکیل معرفی میکنه، 10 نفر دیگه هم میان پشت سرش میایستن. یک اتفاق کلیپ من دیدم که یکی از خانم‌های سلطنت طلب گفت که آقای رضا پهلوی شما کجا هستید که من میخوام دستهای شما رو ببوسم. یعنی این دست و با افتخارم ویدیو پر کرده، کلیپ پر کرده و منتشر کرده اینا. حالا این یک ساختار ذهنی در جامعه ایران هست. برای اینکه این ساختار ذهنی بشکنه، واقعا نیاز به این هست که ما آگاهی
آگاهی رسانی بکنیم و اینجا باعث افتخار هست کسایی مثل دکتر جلالی. واقعا اگر امثال دکتر جلالی نبودن خواستن در حوزه مردم فارس یک کمبود بسیار زیادی احساس میشد، ولی هنوز ما نتونستیم اون یعنی ساختار ذهنی اون مردم رو بشکنیم. برای چی؟ برای اینکه ما واقعا اونطور که باید کار بکنیم کار نکردیم. البته شده کم کم، وقتی ما هم بعضی کلیپ ها رو میبینم بعضی افراد میان، جوان ها میان صحبت میکنن، متوجه میشه که این مردم تغییر کردن، ولی هنوز جای کار هست، واقعا باید بیشتر کار بشه. و نکته بعدی که من میخواستم عرض بکنم اینه که ما در بلوچی یک مثال داریم، میگه مرگ که بگیر که پتت راضی بی، یعنی میگه شما طرفو برای به مرگ بگیر شاید برای یک تب شدن راضی بشه. حالا این اون اصل منظور من نبود، ولی صحبت اینه که اگر کلیه نظرهای سیاسی در بین خود ما، بین خود ملت ها جا بیفته، حتی فدرال خواهان ما، کسایی که خواستار سیستم فدرال هستن، در ذهن خودشون هنوز هضم نکردن استقلال طلبان و به عنوان یک هویت سیاسی، به عنوان کسایی که حق دارن در یک جامعه آزاد، یک جامعه آزاد سیاسی که فعالیت کنن مثل اسکاتلند، مثل جاهای دیگر، و هنوز یعنی یک ائتلافی بین استقلال طلبان و بین فدرال خواهان از ملت‌های مختلف شکل نگرفته. و این نشانش این هست که ما خودمون به اون درجه نرسیدیم. اگر ما خودمون رو بالا بیاریم، سطح مطالبات خودمون رو سطح مطالبات عالی قرار بدیم، بعد ممکن هست که ما به حداقل ها برسیم. ولی اگر ما بیایم حداقل ها رو معرفی بکنیم، با حداقل معرفی کردن حقوق خودمون، همون حداقل هم از ما گرفته میشه. چرا؟ تمامیت خواهان و اون کسایی که افکار فاشیستی دارن و در این توهم هستن که ما امپراتوری داشتیم، ما فلان داشتیم، حالا که این امپراتورها بر خون انسانها چی شده؟ پایه‌گذاری شده. این هیچ افتخاری نیست. حالا که یک لکه ننگی هست برای یک جامعه ای که افرادی از اون جامعه رفتن و قتل و غارت کردن، کشورهای دیگران رو تحت استعمار خودشون قرار دادن برای اینکه اون ممالک و سرزمینه ها و منابع و معادنشون و یا امکانات و ثروت هاشون رو چپاول بکنن، رفتن قتل کردن، کشتار کردن. این نه تنها هیچ گونه جای افتخاری نیست بر این تاریخ، حالا که انسان‌های بیدار باید احساس شرم بکنن. اتفاقا چیزی که بر آقای رضای پهلوی ما می‌خواستیم، آقای رضای پهلوی اگر فرد بیداری بودند و دید سیاسی درستی داشتند و در نظامی که زندگی کردن سالها، در نظام یک جامعه دموکراتیک و آزاد، ایشون باید از جنایت‌هایی که پدرشون و پدر بزرگشون کرده در کردستان، در لرستان، در ترکمن صحرا، در بلوچستان، در الاهواز، باید می آمدن عذرخواهی میکردن. از کشف حجاب نه تنها نمی آمدن حمایت نمی کردن، بلکه اینو یک مشکل تصور میکردن و مردم میگفتن که من بابت عملکرده های اشتباه پدر و پدر بزرگم من عذرخواهی میکنم. آقای عباس خلعتبری در پیمان سنتو اتفاقا صحبتی کرده بودن که ما بلوچ ها رو به قصد در فقر، محرومیت، بیسوادی قرار دادیم که با کمک شوروی نتوانند اینها سر بلند بکنند و دوباره ادعایی داشته باشند. اینها جنایتی هست. اگر اینها جنایت نیست و باعث افتخار فی یک فردی هست، خب اینا به جامعه باید گفته بشه، مردم باید آگاه بشن. ولی اونطور که ما باید کار کنیم، همین چند سال اخیر هست که واقعا فعالیت رسانه احزاب زیاد شده، بعضی آگاهی رسانی زیاد شده، ولی اگر ما خودمون رو نگاه بکنیم 10 سال جلوتر ما در چه حدی بودیم؟ هنوز هم که هست احزابی هستن که فعالیت دارن ولی مردم اونها رو نمیشناسن. احزابی در کردستان هست که مردم بلوچ هنوز با اونها آشنایی ندارن. ما گفتیم اتفاقا ما با رسانه مدرن، رسانه تلویزیونی چه اینترنتی تبار تیوی، ما با بسیاری از احزاب به خاطر اینکه ملت بلوچ بیان آشنا بشن با
مبارزات ملت‌های دیگر و با احزاب ملت‌های دیگر با چندین حداقل فکر کنم 22 حداقلش از رهبران احزاب اومدن و مصاحبه کردن و هنوز در اینترنت هست اگر سرچ بکنید. کمکاری از ما شده و ما بعضی وقتا حقوق خودمون رو آمدیم در سطح بسیار پایین مطرح کردیم. اگر ما حقوق ملت‌های خودمون رو بیایم واقعا اون چیزی که در عالی ترین سطح بیایم بیان بکنیم و اون رو مطالبه بکنیم، شاید به حداقل‌های مردم رضایت بدن و حداقل این هست که دولت‌های محلی داشته بشه. به قول دوستمون صحبت کردم که ایران قبل از پهلوی فدرال بوده، کلیه مناطق همینطور بودن. قبل از پهلوی در کلیه گرچه یک سیستم شاه و رعیتی بوده ولی در هر منطقه‌ای، البته بلوچستان کشور مستقلی بوده، بعضی بقیه جاها که بودن به صورت خود مختار بودن. حداقل اینه که به صورت خود مختار دوباره ملت‌ها سرزمین‌های خودشون رو به دست بگیرن و اینجا ما با هم باید کمکاری خودمون رو چی بکنیم، برطرف بکنیم و همین که بیایم در سطح عالی حقوق خودمون رو بیاریم. ممنونم که فرصت بدید. درود بر شما بهمن گرامی، مرسی از اینکه مشارکت کردید. جناب دکتر خیاط صحبت‌های پایانی رو به شما میدیم که جنبندی هم صحبت‌های خودتون و هم کل صحبت‌های دیگر هم در صحبت‌های شما رو بشنویم. بفرمایید. ببخشید که همه وقت رو یعنی در کنار ما بودیم با وجود اینکه از قبل هماهنگی شده بود که شما خیلی وقت زیادی نداریم، ولی من متاسف شدم که چندین ساعت شما رو نگه داشتیم و بازم ازتون عذرخواهی می‌کنم. بفرمایید. خیلی ممنون از شما خانم زند، ممنون از دوست عزیزم آقای احمد و خانم خواهر گرامی، دوست گرامی خانم اسما بلوچ. شما واقعا این سپیس رو خیلی خوب اداره کردین و خیلی هم خوبه که من به دوستان همه وقت دادین، اومدن و صحبت کردن و اتفاقا صحبت‌های خیلی ارزشمندی هم ارائه کردن. برای من خیلی خوب بود. اجازه بدین یه سلامی هم عرض کنم به یکی از دوستای، یکی دو نفر از دوستان عزیزم، نمیدونم آقای رحمان جوانمردی هنوز اینجا هستن یا نیستند، و مخصوصا سلام عرض کنم خدمت استاد گرامی دوست عزیزم نویسنده، شاعر و مترجم کرد آقای رسول سلطانی که اینجا تشریف دارم. خیلی خوش اومدین، از دیدارتون اینجا واقعا خوشحال هستم. البته من چجوری جنبندی کنم؟ ببینید چند جنبه انتقادی از صحبت‌های دوستان که من برداشت کردم. آقایان حسن حاتمی دوست عزیزم، دکتر آلان فتوحی که فکر میکنم الان در سپیس حضور نداشته باشه و همچنین آقای بنی طرف به یه مسئله اشاره کردن، یعنی اینم که به صحبت‌های ارزشمند دکتر ناصر باباخانی برمیگرده به نوعی که مثلا در فضای روشنفکری کردی، من از نمونه کردی میارم، بعد صحبتامو در رابطه با کلیت وضع موجود در ایران و نهایتاً این مسئله‌ای که این مدت همه ما را در واقع به خودش مشغول کرده و مهدی جانم همچنان اصرار داره که این حباب ترکوندن این حباب ادامه پیدا کنه و من شاید نظر متفاوتی دارم، میشونم میدونم. به هر حال عرض کنم در رابطه با کردا میتونم بگم که گفتن آقای دکتر باباخانی که کلاً یه خرد جمعی در میان کردا یا در گفتمان ناسیونالیستی کردا حاکمه. در واقع اینم میتونم بگم که مسلح بودن به ابزار نظری و تئوریکی تنها مخصوص کسانی مثل من نیستن که مثلا در رشته علوم سیاسی تخصص دارن، بلکه این یه گسترش بیشتری داره و ما میتونیم نمایندگان بیشتری ببینیم در حوزه روشنفکری کردی که بعضی از این دوستان اینجا حضور دارن و میتونن در مورد مسائل مختلف
که مربوط به کرد یا مسائل مختلف سیاسی جهانی منطقه‌ای کردی اظهار نظر کنن و نظرهم واقعا ارزشمند است و یه خرد عمومی وجود داره. در کنار این خرد عمومی عرض کنم بازم در رابطه با مسئله کردا یه نوع فضیلت عمومی هم وجود داره، به وجود اومده در رابطه با یه مقاومت تاریخی که عمرش بیش از 100 ساله ولی در مدت‌های اخیر و حتی در زیر خفقان جمهوری اسلامی من شاهد یک سری حرکت‌هایی بودم از کردها در ایران که این خودش به نوعی خالق ارزش‌هایی بوده که من به اینا ارزش‌های یونیورسال و جهان شمول میگم. برای نمونه زمانی که در یک نقطه‌ای از کردستان یا بیرون از کردستان زلزله‌ای رخ میده و این بسیج عمومی که در میان مردم کرد میبینیم خودجوش خود ساخته و گاهی وقتا با سفارش احزاب که همه میرن کمک میکنن از هر جا بلند میشن، اونم در زمانی که تقریبا جنبش‌های دموکراسی خواهی و مردمی در اکثر نقاط دنیا رو به عقب نشینی بود و یا اینکه زمانی یه حادثه تاریخی اتفاق افتاده، مثلا یکی از رهبران کرد یا چند تا از رهبران کرد به دست رژیم جمهوری اسلامی ایران ترور شدند. این سالگرد به اصطلاح یادآوری این حادثه است، این ترور است. رهبران احزاب سیاسی از کردها میخوان که اعتصاب عمومی راه بندازن. با وجود کمبودها و محدودیت‌هایی که وجود داره این مسئله اجرا میشه، به خوبی پیش میره و در این انقلاب ژینام من نمیخوام این نمونه ها رو میارم چون بیشتر به این مسئله آشنایی دارم. واقعا هم هدفم این نیست که مسئله کرد رو در مقایسه با ملت‌های دیگه برجسته کنم، چرا که به وضوح ملت بلوچ همین الانشم بیشتر از اینم نمونه داره که ارائه کنه. ولی من در رابطه با این فضیلت عمومی و این فضیلت و ارزش‌های جهان شمول و یونیورسال که خلق شدن به اینا صحبت میکنم و در کنار اینا مسلح شدن کرد، بیشتر کردا و عمومیت کردا به این ابزارهای نظریه و تئوریکی و پیدایش خرد عمومی. ولی متاسفانه اینجا همونطور که دوست عزیزمون انتقادم کردن آقای فتوحی و آقای بنی طرف یه نوع یه فاصله میان این بستر عمومی خرد عمومی با رهبران سیاسی احزاب ما وجود داره. ما باید واضحا اینو بگیم. اونا دوستای من هستن، من واقعا بهشون احترام میگذارم، ولی در بعضی از مواقعی که پیش میاد در فضاهایی که قرار میگیرن اینا خیلی راحت با این مفاهیم مثلا تغییر پیدا میکنن، بالا میبرن، پایین میارن. این مسئله خیلی جدیه. اینا تنها یه سری واژه‌های زبانی نیستن که در یک مثلا مکالمه خلق الساعه یا در یک گفتگو میشه همیشه از اینا همینجوری ازشون استفاده کرد، به اصطلاح به اینا ارزش داد، ارزشاشون رو پایین آورد، مصالحه کرد، سازش کرد، عقب نشینی کرد، عدول کرد، بعد برگشت بهشون. اینجوری نمیشه. اینا مفاهیم‌هایی هستن که در این مرحله و پروسه تقریبا ثابت هستن و قابل به اصطلاح مذاکره نیستن، چرا که خود این مفاهیم‌های تئوریکی که ما داریم، یعنی این دانش سیاسی و این خرد عمومی که داریم ازش صحبت میکنیم، خودش برخواسته از این بستر فضیلت جهان شموله. این دوتا با هم عجین شده‌اند. یعنی زمانی که ما از مفاهیممون عقب نشینی میکنیم معناش اینه که از اخلاق و فضیلت هم عقب نشینی کردیم. ما هم داریم به این بازی‌های شیاد بازی و حقه بازی و نمیدونم کلک بازی رو تن در میدیم. برای همین من موافق صحبت دوستان هستم. باید مصمم و با اراده و بدون کمترین خجالت یا شرمی که احساس کنیم در یک معادله عجیب و غریب قرار گرفتیم، از این ارزش‌ها مفاهیم‌ها عدول نکنیم. و برای مردمی که مسلح به این فضیلت و مفاهیم هستند، در واقع تنزل دادن پروسه مبارزه یا پروسه مفهوم سازی یا گفتمان سازی به این مسئله که مثلا پسر شاه یا رضا پهلوی اینا این خیلی انرژی گرفتین، من خودم شخصا یه چیزایی گفتم، موافق ساختار شکنی هستم، واقعا هم هستم، ولی این ساختار شکنی باید
در چارچوب متد و مدل‌های خاص خودش باشه. ما کسانی داریم که این کارو کردن. من خودم همین الان یه مقاله دارم به کردی اونجا نوشته شده، از مفهوم آدیافوریزیشن زیگموند باومن استفاده کردم و از در واقع از گوشه زاویه این مفهوم به مقوله ایران شهری و این که مثلا در این گفتمان ایران شهری چه پوزیشنی مثلا به کردها میدن و چه انتظاراتی از آن هست و چه استراتژی هایی در این رابطه مثلا پیدا شده. شاید هم اگه کسی دوستان کمک کنن این به فارسی ترجمه شد بشه خراب بد نیست، ولی دوستان دیگری هم هستن که مثلا آقای کمال سلیمانی، دوست عزیزم دکتر شمال محمدپور از منم بهترین کار رو انجام دادن. البته بعضی به اصطلاح تصادم‌ها یا برخوردهایی هم که پیش میاد لازم بوده، ولی به نظر من این مثلا باید یه مرحله پایانی داشته باشه. چرا داشته باشه؟ همون که دوست عزیزمون کاوه گفتن این دیگه باید ایگنور بشه. ما باید مبارزه ما همین جوری نیست که مبارزه عکس العملی باشه، چیزی که اونا گفتن ما 10 برابرش رو بگیم، این فایده نداره. باید یه نقطه‌ای ما بگیم اوکی ما در این پروسه ساختار شکنی، همین جوری که فیلسوف فرانسوی ژاک داریدا اینو به اصطلاح دکانستراکشن اختراع کرد و یه مسئله باینری اپوزیشن، به نظر من این موفقیت حاصل شده اینجوری که من دارم تشخیص میدم. یعنی این حباب ترکیده مهدی جان. پس مرحله بعد این چیه؟ این ایگنور بشه، ما به پروسه ایمپاورمنت برگردیم. پروسه ایمپاورمنت چیه؟ یعنی بازیابی قدرت، دوباره مسلط شدن بر بستر انقلاب ژینا و به راه انداختن پروژه های به اصلاح سازنده برای خودمون. من جمله دوستان عزیز اینجا آقای دکتر توکلی و همچنین فکر کنم آقای کاوم بود و دوستان دیگری هم بودن، آقای دکتر آلان فتوحی هم همینطور راجع به این اتاق فکر صحبت کردن و این اتاق فکر در واقع همونجا که مثلا ایده مشخصتر نسبت در رابطه با دموکراسی ایرانی باید مثلا اونجا خلق بشه. و خود دوست عزیزمون آقای مهدی جلالی تهرانی که اینجا حضور دارن، منم در خدمتشون خواهم بود، در واقع میتونه از این انرژی که صرف ادامه ترکوندن حباب میکنه، یعنی اینو کمی دوزشو بیاره پایین، بلکه ما بتونیم در این مسئله امپاورمنت که اینجا پیشنهاد میکنم بتونیم کمی با هم کار کنیم، یعنی یه چیزای دیگه درست بشه و این چیزایی هم که درست میشه در واقع اتاق فکر باشه یا نتورک یا پلتفرمی که ما ایجاد میکنیم، خود این ایمپاورمنت حتی ما بدون این که از کسانی هم نام ببریم در واقع اشارت به قدرت داره و این قدرت دیگران میتونن چجوری خودشو در مقابل این تنظیم کنن، جلو بیان، عقب بکشن و حد و حدود خودشون رو درک کنن. چون مسئله بسیار مهمتری ما در پیش روی داریم، این مسئله باز تولید دوباره ارزش‌های انقلاب ژیناست. این دوست عزیزمون دختر کرد اومد اینجا فریاد کرد، ما باید صدای این خانم رو بشنویم. راست میگه ایشون، در این فضاهای بعدی که ایجاد شده ما فرصت استراحت به هر دشمنان خودمون، نوع دیگری از دشمنانمون دادیم. خیلی از فرزندان ما در زندان‌ها هستن. زمانی که ما فرصت داشتیم روی اینا فوکوس داشته باشیم، مسائلشون رو در فضای عمومی برجسته کنیم، با به اصطلاح مراکز مختلف حقوق بشری در تماس باشیم و شرایط اونا رو برای اینا توضیح بدیم، این مسائل تا اندازه‌ای کم شد و فاصله ها ایجاد شد و در بعضی از نقطه های به اصطلاح پیرامون کردستان که تنور انقلاب داغ بود، موقتاً یه خاموشی های ایجاد شده. اینا خیلی مهمه برای آینده. این بود در واقع چیزایی که من میخواستم در پایان عرض کنم، یعنی یه نتیجه گیری عملی از صحبت‌های امشب و برای پایان دادن این
بخش این گفتگو عرض کنم که یه مسئله هم هست که این در واقع دوستمون آقای دکتر توکلی بهشون اشاره میکرد، یعنی تغییر رو خیلی زیاد وصل کرد به اراده و خواستای استراتژیک کشورهای قدرتمند. منم موافقم این تا اندازه مؤثره، ولی یه چیزی هم ما باید اینجا بدونیم، زمانی که معادلات متفاوت‌تری به اصطلاح پیش میاد یا شرایط به اصطلاح جداگانه‌ای خلق میشه، این کشورهای قدرتمند مجبور میشن خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن. یعنی اینجوری هم نیست که اینا در اتاقهای فکری خودشون در واقع پلتفرم‌های استراتژیک خودشون برای همه چی تصمیم گرفتن. من رابطه های زیادی دارم واقعا با دیپلمات های دنیا، آفریقا، حتی امریکایی ها، یعنی شده من در جای بسیار مهم من با اینا صحبت داشتم. اینا هم خودشون مثل ما انسان هستن، افکار و پروژه های مختلفی دارن و طرحهای مختلفی دارن و منتظرن ببینن کدوم زمینه کدوم یکی برای این طرحها مناسب تره. و اگر واقعا بعد من وفق مراد اینا پیش میرفت، خیلی چیزایی که بعدها در سوریه و عراق و افغانستان اینا رویداد پیش نمی اومد. ولی چیز خیلی مهمه برای ما بدونیم، تموم میکنم اینجا صحبتمون. اروپای غربی، اتحادیه اروپا خواستار تغییر رژیم و دموکراسی برای ماهان نیست. من سالهاست با اینا کار میکنم، در مدارس اینا تدریس میکنم. اینا یه بحث حقوق بشری دارن، کمک میکنن به ما، کمک هایی که مثلا کمی مالی به اصطلاح لوجستیکی یا مثلا معنوی باشه که ما مثلا سازمان هایی برای حقوق بشری اینا داشته باشیم. تا این مرحله بیشتر، اینم بیشتر برای بچه و ایمیج خودشونه، ولی اینا خودشون در واقع خالق نقشه سیاسی خاورمیانه و شمال افریقا هستن. برای همین بیشتر طرفدار حفظ استاتوس کو هستن تا تغییر آن. اینا ما را سرزنش میکنن در فضاهای مهاجرتی، در دنیای پناهندگی که ما مردمان عقب مونده هستیم، تابع دین اسلام هستیم، دموکراسی خواه نیستیم، طرفدار تغییر نیستیم. در واقع این یه خوراکی است برای نوع راسیسم حاکم در این کشورها. ولی زمانی که مثلا حرکت‌های واقعی برای تغییر رخ میدن، حتی در مدیاهای پیشرفته ترین کشورهای دموکراتیک هم از اینا سخنی به میان نمیاد. منظور من چی از این؟ در حال حاضر در دنیا اگر در کشورهای دموکراسی اروپایی دموکراسی در حال عقب نشینیه و احزاب نجات پرستی و دست راستی در حال قدرتگیری هستند، الان در خاورمیانه شمال افریقا، من جمله در خود ایران، در عراق، در لبنان، در سودان، الجزایر، اونایی که هنوز به اصطلاح مسئله رژیما تعیین تکلیف نشده، ما در واقع قوی‌ترین و بهترین جنبش های دموکراتیک و جامعه مدنی را مدنی کشورها داریم. در کشور سودان، برای نمونه ایران هم میتونم استفاده کنیم عرض کنم، کشور سودان اکثر رهبران مرحله تغییر اونایی بودن که در پروسه خود انقلاب خلق شدند. من یه نمونه یه خانم میارم براتون، خانم آلا صلاح، یه خانم 21-22 ساله، دانشجو، یکی از رهبران بسیار مؤثر دوره گذار به دموکراسی در سودان است. یعنی همونیه که مدام با در واقع جانشینان عمر البشیر که بیشتر نظامی هستن با اینا نشسته و با اینا مذاکره کرده که در رابطه با پروسه گذار خود اینا. ولی در اینا در کشورهای غربی اصلا صحبت نمیشه. من زمانی که این نمونه را با عکس به دانشجوهای خودم که تعدادشون هم خیلی زیاده نشون میدم تعجب میکنن. پس دقت کنید، انتظار ما از کشورهای اروپایی که در واقع در این پروسه دموکراتیزاسیون کنار ما باشن، واقعا کنارمون باشن، انتظار عبثیه. همون گونه که الان من در کشور سوئد، یکی از بهترین دموکراسی‌های دنیا دارم زندگی کنم، این کشور پیچیده‌ترین و قوی‌ترین روابط اقتصادی و به اصطلاح مؤسساتی را در حال حاضر با ایران داره و حاضرم نیست از یک دونه این قراردادها عدول کنه. برای همینم در رابطه با
قرار دادن اسپای پاسداران اسلامی ایران در لیست ترور زیاد خوشبین نبودم، ولی براش فعالیت کردم. در نتیجه دموکراسی که من نتیجه پایانی در رابطه با کردا در یه توییتم گفته بودم، یا اینکه این مدلی که آرنت لایفارت در سال 1960 مطرح کرده، این تئوری به اصطلاح کنسوسیاشنال، تلفظش خیلی سخته برای من، با کمی تغییر و در واقع گنجاندن این و تطبیق دادن این با شرایط ایرانی در مدلی که الیت سیاسی معرف و نمایندگی همه گروه‌های ملی و اتنیکی و مذهبی را بر عهده داره، این شکل میگیره و خود این پروژه و ایده شکل دادن اتاق فکر آقای تهرانی، این در واقع هدایت کننده و پیش برنده این پروسه انقلاب با در نظر گرفتن تمام جزئیاتی که امشب در موردش بحث شد میشه. یا اینکه برای کردا که من مثلا عضوی از این جامعه هستم میتونم برای خودم صحبت کنم، همه دیگرانم اختیار خودشون دارن، یا اینکه کردا منتظر میمونن اگه این فرصت تاریخی که الان به وجود اومده، پردیتر استیت ایران که جمهوری اسلامی است رو به اضمحلال و نابودی میره، اگه این پیش نیاد 50 سال دیگه باید منتظر یه فرصت دیگه تاریخی شد. ممکنه کردا در واقع یا رهبران احزاب سیاسی به این تشخیص برسن که من بعید میدونم، چون فشار از پایین خیلی بیشتره، یا اینکه واقعا همونطور که دوستانم قبلا هم گفتم با صراحت، آقای بهمنم گفت، یا اینکه واقعا یه پروژه متفاوت مجبور میشند، یعنی مطرح بشه یه چیزی که در واقع مسیر رو به سوی سروری سیاسی یا حاکمیت سیاسی در یک پروژه مستقلتر یعنی پیش میاره. هر مسئله به اصلاح برمیگردن به هانا آرنت و استقلال و این مسائل پیش میاد و مطرح میشه و گروه‌های روشنفکری بسیار قوی هم هستن که از این مسائل دفاع میکنن و طرفدارم دارن و در حال گسترش هم هستند. اینا مسئله جدیه. یعنی اگر این مدل لایفارتی اپوزیسیون به اصلاح پلورال از زیر به بالا، از بالا به پایین، و این الیتی که معرف و نماینده همه این گروه هست در روزهای آتی یا ماهای آتی تشکیل نشه و نشانی از قدرت از خودش بروز نده، همینجوری در این پراکندگی و ادامه این بحث مثلا نمیدونم علی کریمی و رضا پهلوی که اینا به نظر من تموم شده هستن، واقعا میمونیم. پس این بود سخن پایانی من. در واقع برای کلیت ایران این مدل دموکراسی لایفارتی، نه نوع دموکراسی سکولار که من به شدت از این کلمه متنفر شدم، نوع فرانسویان که به ما توصیه میشه، غیر ممکنه اون تا دموکراسی، بله از این دموکراسی که ما امشب در این مدل من خدمت شما عرض کردم، گرنه اضمحلال و به اصلاح یه حالت مثل statelessness در این چیز شرایطی که در لیبی یا در سومالی یا در بخش اعظم سوریه حاکمه، ناامیدی و در واقع خواب و خیال تک تک فرزندان این سرزمین برای مهاجرت و نمیدونم، یا اینکه یه نوع آنارشی که زمانی توماس هابس یعنی 500 سال پیش ازش عذاب میکشید این پیش میاد، یا اینکه با مثل یه مرحله از لبنان گروه‌های مذهبی و اتنیکی هر کدوم به خاطر شرایط جنگی مجبور میشن دنبال پروژه‌های سیاسی خودشون برن. من برای مسئله دموکراسی که عرض کردم حاضرم با دوستان اگه کمک من لازم بود حتما، ولی درست شدن یه اتاق فکر، در یه اتاقی که به امپاورمنت و بازگیری قدرت و قدرتگیری فکر میکنه، در این مرحله من اینو خیلی ضروری میدونم. ممنون از شما. شب شما بخیر. بازم تشکر از آقای احمد و خانم اسما بلوچ و خانم زند و
همه دوستان دیگه که تا این نیمه شب دیر وقت 2 ساعت بعد نیمه شب به وقت اروپا البته نشستن و گوش دادن. ممنون از اینکه منو دعوت کردین و اجازه دادین من در این سپیس صحبت‌هایی داشته باشم. بر شما مرسی از شما جناب دکتر خالد خیاطی. سپاسگزارم که دعوت بنده رو پذیرفتید. اسما جان صحبت می‌کنید، بفرمایید صحبت پایین شما هم بشنوید. درود به روح پاک تمام شهیدان در این مسیر، با امید آزادی، برابری به معنای واقعی برای تک تک ملیت‌های موجود در ایران. شب و روز همه خوش. مرسی اسما جان. احمد جان صحبت‌های پایین شما هم بشنوید. میگم به امید آزادی و برابری برای همه ملت‌های ساکن ایران. ممنون از همه کسایی که با ما بودید و ممنون از حضورتون. حضوری که امشب بود فوق‌العاده بود. ما از تمام ملت‌ها داشتیم. امیدواریم که همبستگی و اتحادمون رو بیشتر کنیم و تا هم پایه‌های اتحاد ما بتونه این نظام رو در هم بشکنه و هم ایرانی آزاد و آباد در آینده داشته باشیم. ممنونم. باز هم معذرت میکنم از همه کسایی که اگر مدیریت ظریف بود، از کسایی که هم نتونستن مایک بگیرن هم معذرت خواهی میکنم. ممنونم. مرسی احمد جان، مرسی. سپاس از تو و اسمای عزیزم که این هفته قبول زحمت کردم و اسپیس رو زدن. خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم. دوستان روال اسپیس های ما به این شکل هستش که ما هر هفته این اسپیس ها رو با یکی از بچه های فعال یکی از ملیت ها میزنیم و من ازتون خواهش میکنم قبلش هر کدوم از شما موضوعی رو که مد نظرتون است انتخاب کنید، حتما با ما در تماس باشید، موضوع رو در میان بذارید. ما افرادی رو که تخصص دارن حتما دعوت میکنیم، از احزاب سیاسی تمام ملیت ها، از شخصیت ها، از اساتید محترم دعوت میکنیم که بتونید در مورد این مسئله صحبت بکنیم. من خیلی ناراحت شدم که اسپیس امشبمون واقعا ضبط نشد، ولی احمد جان گفتن که اسپیس ضبط شده و قرار است لینک شده یوتیوب هم بذارن. سپاس بابت تمام صحبت‌های مفیدی که دوستان در این اسپیس گفتن. من یک بار دیگه خیلی سپاسگزارم از جناب دکتر خالد خیاط، جناب دکتر ناصر باباخانی، دکتر بهروز توکلی، جناب مهدی جلالی تهرانی عزیز. سپاسگزارم که قبل زحمت کردیم و به اسپیس ما اومدیم و همه دوستانی که در بحث ما مشارکت داشتن. خیلی خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم این اسپیس ها رو حمایت بکنید، به خاطر اینکه در اول از هر چیزی همونطور که دیدیم که رسانه ها میان ما رو بایکوت میکنن، در توییتر هم بایکوت نشیم و بتونیم صدای تمام ملیت ها باشیم. اسپیس های ما به این شکل هستش که چون هیچ آشنایی نداریم در مورد ملیت ها و اینکه هیچ رسانه سالمی هم وجود نداره که صدای ما باشه، ما تصمیم گرفتیم که هر هفته رو اختصاص بدیم به یکی از ملیت ها و در مورد نوع مبارزاتشون، مطالباتشون، خواسته هاشون از انقلاب آینده و همینطور احزابشون و نوع مبارزاتشون بیایم اینجا گفتگو بکنیم که بیشتر با هم آشنا بشیم و بیشتر بتونیم نقاط اشتراک رو پیدا بکنیم که در این راه بتونیم مبارزه بکنیم. بازم سپاسگزارم از همه شما عزیزان. ولی من متاسفانه رفتم. من از طرف آراز و از طرف کارو هم از همه شما عزیزان سپاسگزاری میکنم که در امشب هم با صحبت ما نشستیم و دوستان عزیزی که در بحث ها مشارکت کردن. به قول آراز همه شما عزیزان را به طبیعت دنیایی میسپارم، به یاد تمام جانباختگان راه آزادی جغرافیای ایران. چند لحظه رو اسپیس رو نگه میدهیم و بعد اسپیس رو میبندیم. از بودن بازم سپاس از همه شما عزیزان. تا شب پنجشنبه که اسپیس هم بسته دوباره میزنیم. همه شما عزیزان بدرود و امیدوارم که بتونیم قدم مثبتی در راه مبارزات